خب سوال بعدی گفته که باقی مانده تقسیم چند جمله p(x) بر x منهای 1 و 2x به اضافه 1 به ترتیب 8 و 5 هستش. باقی مانده تقسیم p(x) بر 2x 2 منهای x منهای 1 کدام هستش؟ به طور کلی ساختار در واقع سوالاتی که پیرامون تقسیم چند جمله ها هستش میایم چیکار میکنیم؟ از همون تعریف تقسیمی که تو سوالهای ابتدایی باهاش آشنا هستیم یا همون قضیه تقسیمی که دو گسسته میخونیم میایم ازش استفاده میکنیم. p(x) به طور کلی اگه مقسوممون باشه برابر میشه با چی؟ برابر میشه مثلا با مقسوم الهیمون اگر mx در نظر بگیریم در qx که خارج قسمتمون مثلا باشه به اضافه rx. این در واقع ساختار هر گونه تقسیمی هست که وجود داره. حالا تقسیم چند جمله‌ای هم به این شکل در نظر میگیریم. معمولا میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم رابطه بین در حقیقت rx یعنی در واقع باقی مانده‌ای که وجود داره تو اون تقسیم و مقسومی که وجود داره رو سوالم همینا هم به ما داده دیگه. تو قسمت اول سوال باقی مانده تقسیم بر فلان و فلان داده این و این، رابطه این و اینو به دست میاریم. بعد از ما چی رو میخواد؟ باقی مانده تقسیم این بر این، دوباره یه رابطه دیگه بین rx و px رو از ما میخواد. پس ما به طور کلی تو قضیه تقسیم باید چیکار کنیم؟ رابطه باقی مانده و مقسوم رو به دست بیاریم. به این منظور چیکار کنیم؟ خب پر واضحه تو این عبارت اگه بخوایم رابطه این دو تا رو به دست بیاریم باید این وسطیه رو حذف کنیم یا به عبارتی از گردون رقابت خارجش کنیم. به این منظور میایم چیکار میکنیم؟ سوالم معمولا از ما یه همچین چیزی رو میخواد، یه همچین چیزی رو میده که در واقع این وسطیه رو حذف کنیم. ما الان همین px یه قراره به دست بیاریم رو یا به قول معروف در مورد صحبت کنیم رو قرار نیست به دست بیاریم، در موردش صحبت کنیم و رابطه‌ش رو باقی مانده‌ش رو بر 2x منهای x منهای 1 به دست بیاریم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم بر این دوتا رو مینویسیم به این شکل. مینویسیم px برابر میشه با مقسوم علیه اولمون مثلا میشه x منهای 1 در qx به اضافه rx. درسته؟ دومیه به ما چی میده؟ دومیه دوباره همین رو می‌نویسیم px مساوی نفع مقسوم علیه‌مون اون یکی میشه 2x به اضافه 1 در qx به اضافه rx. درسته؟ قراره چیکار کنیم؟ این وسطیه رو گفتیم ما می‌خوایم حذفش کنیم. برای اینکه وسطیه رو حذف کنیم طبیعتاً qx آنچنان ما خبری نداریم، باید مقسوم علیه‌ای که وجود داره یعنی x منهای و 2x به اضافه 2 رو در واقع واردش کنیم. چجوری میتونیم وسطیه رو حذف کنیم؟ خب طبیعتاً باید ریشه این و ریشه این رو داخل این عبارت قرار بدیم و حذفش کنیم تا کل این عبارت حذف بشه و کل این عبارت حذف بشه. به این منظور میایم ریشه اون بالایی که x منهای 1 رو قرار میدیم. پس p1 ما کلا x رو 1 قرار میدیم. p1 ما برابر میشه با اون عبارت وسط حذف میشه و میشه r1 که داده به ما سوال چند؟ داده به ما 8. گفته باقی مانده فلان بر فلان میشه 8. حالا دو دومی میخوایم دوباره اون عبارت دومی 2x به اضافه 1 در qx رو حذف کنیم. میایم چیکار میکنیم؟ ریشه از qx خبر نداریم، 2x به اضافه 1 رو ریشه‌ش رو قرار میدیم تو عبارت میشه p منهای 1 دوم در واقع ریشه‌ش میشه منهای 1 دوم که برابر میشه با چی؟ برابر میشه با r منهای 1 دوم که سوال به ما داده چند؟ سوال به ما داده 5 این دفعه. خب ما p1 رو در آوردیم 8، p منهای 1 دوم رو در آوردیم 5. حالا در ادامه سوال از ما چی رو میخواد؟ از ما میخواد که باقی مانده تقسیم همون px بر این رو به دست بیاریم. این مقسوم علیه ثانویه‌ای که به ما میده یا ثالثیه، این دو تا اولی دومی باشه، این ثالثیه که به ما میده معمولا حاصل ضرب این دو تاست. حالا اکثر اوقات اگه بخوایم در نظر بگیریم چیز کلی نیست ولی میشه از اون اکثر اوقات تجزیهش کنیم به اون میرسیم. الان من px رو بنویسم اینجوری میشه px بر اینو از ما خواسته دیگه 2x2 منهای x منهای 1 در qx که وجود داره. این خارج قسمت باقی مانده ها متفاوتن با هم دیگه، با هم یکی نیستن. من بعد در واقع q پریم و q زگون میذاشتم ولی حالا اینجوری گذاشتم تفاوتشون رو در نظر داشته باشیم تو ذهنمون. خب الان میام اینو تجزیه میکنم. اینو اگه بخوام تجزیه کنم میشه 2x x 1 1 این میشه منها که بزرگتر بشه این به اضافه در qx به اضافه rx. خب میخوایم رابطه px و rx رو در واقع دست بیاریم. سوال از ما اینو خواسته باقی مانده تقسیم فلان بر فلان رو. میام چیکار میکنم؟ این 1 و منهای 1 که اینجا به عنوان ریشه ها داریم، ریشه این دوتا در واقع دوتا ریشه مقسوم علیه ما هم هستن. این دوتا ریشه هم از قضا هستن. پس من اگر p1 رو قرار بدم برابر میشه با همون r1 که دوباره برابر میشه با 8 که اونجا به دست آوردیم. p منهای 1 دوم رو هم قرار بدم برابر میشه با همون r منهای 1 دومی که وجود داره و برابر با 5 هستش. خب میایم چیکار میکنیم؟ باقی مانده تقسیم فلان بر فلان رو خواسته از ما. خب یعنی چی؟ یعنی در حقیقت ما r1 و r منهای 1 دوم که حالا میتونه در واقع به شکل
یک عبارت چند جمله یا درجه اول هر درجه‌ای که وجود داشته باشه به ازای یک باید به ما 8 بده یا به ازای منهای یک دوم به ما 5 بده. ما میایم اینا رو امتحان میکنیم، یعنی در واقع تو این باقی مانده هایی که به ما سوال داده ما اگر یک بذاریم باید یکشون 8 به ما بده. کدوم این اتفاق میفته؟ یک تو اینجا بذاریم میشه منهای یک به اضافه 4 میشه 3، اینجا میشه 4، اینجا میشه 2 یکی به اضافه 6 میشه 8، این گزینه ما فعلا میشه و اینم که در واقع 8 رو به ما نمیده. حالا منهای یک دوم رو بذاریم اولی دوباره نمیشه، دومی هم نمیشه، بعد به ما 5 بده. بعدی رو بذاریم در حقیقت منهای یک دوم رو بذاریم میشه 2 تا منهای یک دوم میشه منهای 1 به اضافه 6 میشه 5. بله دوباره این گزینه ما هستش. بعدی هم که در واقع دوباره 5 به ما نمیده، پس قطعا گزینه 3 پاسخ ما خواهد بود. پس ما چیکار کردیم؟ دوباره رابطه بین RX و PX رو در انتها به دست آوردیم با توجه به اطلاعاتی که دو قسمت اول سوال داده. مهمترین قسمت در واقع سوالات پیرامون در واقع چند جمله‌ای همین رابطه کلی تقسیمی هست که وجود داره و بلد هستیم از دوران عرض کردم ابتدایی که میخونیم. همون تقسیم مثلا چیزی هست که بلد هستیم دیگه، فرض کنید 13 تقسیم بر مثلا 4 میشه 4 مثلا فرض کنید مقسوم علیهش باشه، خارج از قسمت 3 به اضافه یه دونه باقی مونده. همینو به شکل چند جمله‌ای درآوردیم، اینجوری شده. میایم روی این مانور می‌بینیم دیگه. پس کلا باید این در واقع وسطیه 0 بشه تا ما رابطه بین RX و PX رو به دست بیاریم. سوالاتش هم معمولا همینه دیگه خیلی چیز خاص و پیچیده‌ای هم نداره، یعنی خیلی قابل پیچوندن نیستش. سوال بعدی گفته که مساحت ناحیه محدود به نمودارهای دو تابع فلان و فلان کدام هستش. خب مساحت محدود به دو تا نمودار اگه بخوایم پیدا کنیم به طور کلی باید چیکار کنیم؟ باید نقاط تلاقی اون دو تا نمودار رو پیدا کنیم دیگه. مثلا فرض کنید یه نمودار ما اینجوری باشه، یه نمودار ما اینجوری باشه، مساحت محدود بین این دو تا یعنی نقطه تلاقی اینو پیدا کنیم، نقطه تلاقی اینو پیدا کنیم و مساحت محدود. حالا این شکل غیر قابل محاسبه است، مثلا چون کلی دارم عرض می‌کنم، یعنی با انتگرال میشه حساب کرد، ولی حالا اینجا انتگرال نداریم. ولی از هم خدمتتون که پس به طور کلی مساحت ناحیه محدود بین دو تا چیز رو بخوایم حساب کنیم یعنی چی؟ یعنی باید نقاط تلاقی اون رو به دست بیاریم. مثلا فرض کنید یه چیز عادی زمین فوتبال رو می‌خوایم مساحتش رو به دست بیاریم، نقطه تلاقی طول و عرضی که داره رو باید به دست بیاریم، این 4 تا نقطه تلاقی رو و طبیعتا مساحتش رو به دست بیاریم. پس مساحت نقطه ناحیه محدود بین نمودارهای گوناگون یا هر چیز دیگه‌ای، یعنی در اولین کار باید چیکار کنیم؟ نقاط تلاقیش رو به دست بیاریم. نقطه تلاقی به دست یعنی معادلش رو به دست بیاریم. نقطه تلاقی، نقطه تقاطع، قطع، اینا واژه‌های معادله خیز، یعنی ایجاد معادله کنندن. پس میایم چیکار می‌کنیم؟ معادله این دو تا رو می‌نویسیم. خب این معادله رو اگه بخوایم بنویسیم عبارت اول میشه چی؟ خب این عبارت اتحاد اول دومه دیگه، اینجوری میشه y برابر میشه با رادیکال x منهای 2 به توان 2 که از قد جذرش میاد بیرون برابر میشه با قد مطلق x منهای 2. خب رابطه بعدی هم معادله بعدی هم میشه y مساوی با 1/2 x به اضافه 2 خواهد بودش. هم میتونیم اینو شکلش رو بکشیم چون شکلش راحته، یه قد مطلقی که دو تا رفته اونور و اونم که در واقع یک خط هستش اگه بخوایم شکلش رو بکشیم. اگر این چنین نیستش میتونیم در واقع معادلش حل کنیم. هر دو تاشو من در واقع انجام میدم تا یه مروری براش بشه. به طور کلی هر موقع قد مطلق میبینیم باید تعیین تکلیفش کنیم، ببینیم در واقع به چه نحوی خواهد بودش. خب این یه ریشه داره، قد مطلق تعیین تکلیفش هم راحته دیگه، x بزرگتر از 2 x کوچیک‌تر از 1 به ازای x بزرگتر از 2 بزرگتر مساوی مثلا 2 بذاریم، تو یکیش کوچیک‌تر میذاریم به این شکل. دو تا معادله ما یعنی یکیش میشه x منهای 2 یکیش میشه 1/2 x به اضافه 2 رو با هم دیگه قطع می‌دیم. اگر بزرگتر از 2 باشه همون میاد بیرون از قد مطلق میشه x منهای 2 برابر میشه با 1/2 x به اضافه 2. اگر کوچکتر از 2 باشه قرینش میاد بیرون، منهای x به اضافه 2 برابر میشه با 1/2 x به اضافه 2. خب این دو تا معادله رو بخوایم حل کنیم با این میره، در نتیجه x برابر میشه با 0. این آیا توی محدوده x کوچکتر از 2 هست؟ بله، این یک نقطه تلاقی ما خواهد بود. نقطه تلاقی بالایی هم میام از در واقع معادله بالا استفاده میکنیم، 1/2 میاریم اونور ازش کم میکنیم، در نتیجه 1/2 x برابر میشه با 2 رو میاریم اونور میشه 4. پس x برابر 2 ضرب در 4 میشه 8. این میشه نقطه تلاقی دوم ما. رو نمودارم اگه بخوایم ببینیم اینجوری میشه x منهای 2 قد مطلق x منهای 2 همون قد مطلق x وی شکلی است که دو تا رفته سمت راست، 1 2. این در واقع اینجا هم 2 2. این در واقع قد مطلق ما خواهد شد. این ورش هم اگه بخوایم بکشیم به این شکل خواهد شدش. این یه نقطه بعدم این که منهای 1/2 x به اضافه 2. منهای 1/2 x در حقیقت فرض کنید نقطه 0 بهش بدیم به ما 2/2
2 رو خواهد داد، یه نقطه اینجا خواهد بود و اگر در حقیقت مثلا فرض کنید همون 8 رو به ما بدیم، بذار نقطه طلاقیه رو بذاریم دیگه، 8 رو بدیم به ما، 8 تقسیم بر 2 میشه 4 به اضافه 2 6 میشه 6 1 2 3 5 در واقع 6 7 8 اینجا باشه. اینجا در حقیقت نقطه بذار اینجا مثلا میشه نقطه طلاقیه ما، یه همچین عبارتی، یه همچین خطی خواهد بود. این 1/2 x به اضافه 2 هستش. خب ناحیه محدود بین این دوتا رو خواسته، خب این فضا میشه دیگه، ناحیه محدود بین این دوتا یه همچین جایی خواهد شد. خب پر واضحه که این زاویه که وجودی مثلث باید محدودش به دست بیاریم. این زاویه که اینجا وجود داره 90، ناحیه محدود هم میتونیم در واقع این ارتفاع رو اگه در نظر بگیریم، اینم قائله دوتا ارتفاع ضرب در هم دیگه تقسیم بر 2 ناحیه محدود رو به ما خواهد داد. این دوتا رو چجوری به دست می‌آوریم که راحت این دو این اینجا میشه 2 رادیکال 2، اینو که خیلی راحت به دست میاریم. این فاصله هم در حقیقت عرض کنم خدمتتون که 6 بود، این فاصله هم 6، اینجا میشه 6 رادیکال 2. خب دو تا در واقع ارتفاع رو داریم توی یک مثلث قائم الزاویه، خیلی راحت میتونیم مساحتش رو به دست بیاریم. اس برابر میشه با ارتفاع ضرب در قاعده 6 رادیکال 2 ضرب در 2 رادیکال 2 تقسیم بر 2، این با هم میرن میشه 2 6 تا 12 تا، گزینه 4 پاسخ ما خواهد بودش. به راحتی هر چه تمام‌تر تونستیم به دست بیاریم. مهمترین نکته‌ای که تو این سوال وجود داره فقط باید اینو بفهمیم که مساحت ناحیه محدود بین هر نمودار یا دو نمودار یا هر تعداد چیزی که به ما داده، یعنی باید بفهمیم که اون دو تا نمودار رو باید قطع کنیم، یعنی به قول معروف ایجاد معادله کنیم. ایجاد معادله هم کنیم بقیش راحته دیگه. شکل کشیدن هم به طور کلی اگر شکل مقدور بود کشیدنش مثلا راحت بود، مثل همین اینو راحتی کشیدنش. شکل کشیدن به طور کلی تو سوالات ریاضیات هندسه مشخصه، ولی ریاضیات هم معمولا بهمون کمک میکنه، چون ما داریم میبینیم که چی کار داریم میکنیم، معمولا بهمون کمک میکنه تو سوالات رو بتونیم بهتر و دقیق‌تر حلش بکنیم. ما اگه مثلا شکل رو نمیکشیم برای تحلیل این سوال و اینکه چی هست این شکله و اینجا یا 90 نیست و اینا، یه مقدار شاید سردرگم میشونیم، ولی به طور کلی شکل کشیدن تو خیلی از جاها بهمون کمک میکنه. خیلی هم خب طبیعتا سر جلسه کنکور نیاز نیست که شکل رو به صورت دقیق میلیمتری و اینا بکشیم، نه همین که بفهمیم چی کار داریم میکنیم، چون نه ابزار داریم اونجا نه نیاز به دقت خاصی داره. دقت یعنی شکل کشیدنی، ولی دقت محتوایی داره. سوال بعدی من گفته که اگر fx این باشه و gx هم این باشه، مقدار فلان کدام هستش. خب این رابطه رو اگه بخوایم در واقع تحلیلش کنیم این است دیگه، g منهای 1 رو f منهای 1 x 20 رو از ما خواسته. یعنی چی؟ بخوایم اینو بنویسیم، میدونیم که ترکیب تابع اینجوریه که یه ورودی میدیم توی یک تابع داخلی، اون خروجی که تابع داخلی داره مثلا fx میدیم تو ورودی تابع g که به ما g o f رو میده یا g fx رو میده. پس اینو اگه بخوایم تحلیلش رو در واقع شکلش رو بکشیم و بفهمیم که چیکار کردیم، یعنی در حقیقت ما تو تابع f نه f منهای 1 شده اینجا. f منهای 1 من 20 رو دادم، به من یه دونه در حقیقت f منهای 1 20 رو داده. خب این رو من میرم تو خروجی تابع بعدیمون، در واقع ورودی تابع بعدیمون به من خروجی g منهای 1 f منهای 1 20 رو خواهد دادش. خب این میشه تابع مد نظرم. الان ما باید این رو به دست بیاریم، این خروجی که اینجا وجود داره رو به دست بیاریم. خب پس باید چیکار کنیم؟ باید مرحله به مرحله بریم جلو ببینیم چی رو باید به دست بیاریم دیگه. در واقع 20 رو من باید بدم تو f منهای 1. به طور کلی تو تابع وارون هم ورودی و خروجی جاشون عوض میشه. مثلا من فرض کنید عرض کنم خدمتتون که x رو بدم تو تابع f، به من y مساوی با fx رو میده. خب تو تابع وارون یعنی چی؟ تو تابع وارون برعکس اینه دیگه، f منهای 1 من اون خروجی تابع اولیه‌مون میشه ورودی تابع ثانویه‌مون. خب یعنی چی؟ یعنی در واقع من 20 رو به عنوان ورودی تو اینجا دادم، این میشه خروجی تابع اولیه‌مون، یعنی اون x اولیه شما باید به دست بیارم. هم الان این رو به دست بیارم، x اولیه‌ای که به من خروجی 20 رو میده. پس تابع fx منهای 1 من در واقع خود fx من به ازای چه x میشه 20، یعنی x به اضافه رادیکال x برابر با 20 رو من باید اون xی که این ویژگی رو داره رو به دست بیارم. خب اینا هم میتونیم معادله رو حل کنیم، هم در واقع عدد راحته، نیاز به حل معادله هم نداره. عدد به من 16 رو اینجا بذارم به من 20 معروف هم هستش. اگه قرار بود حلم کنیم میآوریم و تجزیه می‌کنیم، خیلی نکته خاصی نداشت.
اینو اگه من 16 بذارم این من میشه رادیکال 16 که میشه 4 به من 20 رو خواهد داد. پس x من تو اینجا میشه 16. پس این چیزی که من اینجا دارم اینجا میشه 16. خیلی راحت تونستیم به دست بیاریم. اگه قرار بود حلش هم میکنیم خیلی نکته خاصی نداره. x به اضافه رادیکال x منهای 20. رادیکال x رو مثلا t در نظر میگیریم، برابر واسه تجزیهش میکنیم میشه رادیکال x رادیکال x 4 5. این در واقع باید مثبت بشه، این منفی میشه. خب این ریشه نداره، برابر با 0. در نتیجه رادیکال x برابر با 4 در نتیجه x برابر با 16. همون 16 که اینجا هم نوشتیم، ولی در واقع نیاز به حل آنچنانی هم نداشت، رو همون نمای سوال مشخصه که در واقع پاسخ ما میشه. پس ما تا اینجا رسیدیم و 16 رو تو اینجا قرار دادیم. همین ترفند و همین در واقع راهکار رو باید تو اینجا هم قرار بدیم. یعنی این تابع ما برابر قرار باید بگیره با 16. به ازای چه x این تابع ما 16 میشه؟ به این راحتی اینو حل میکنیم. اینجوری میشه، یعنی در حقیقت g(x) رو که برابر با 9 x به اضافه 6 تقسیم بر 1 منهای x هست باید بشه 16. اون x کدومه که این ویژگی رو داره؟ خب این معادله رو حل میکنیم. در نتیجه 9 x به اضافه 6 برابر میشه با 16 منهای 16 x. یه معادله ساده است، میبریم اون ور میشه 25 x، 6 هم میبریم اون ور میشه عرضم خدمتتون که 10. در نتیجه x برابر میشه با 10 25 یا 2 پنجم. کدوم گزینه میشه؟ گزینه 1 پاسخ ما خواهد بودش. خب اما این در واقع راهکار اصلی سوال هستش، یعنی در واقع راهکار کلی سوال هست که میتونیم داشته باشیم و به لازم مفهومی در واقع بنویسیم. ولی این چیزی که اینجا وجود داره رو خب میتونیم یه ترفند دیگه هم بزنیم. چیه ترفند ما؟ این هستش که به طور کلی اگر مثلا تابع f و g داشته باشیم، ما اگر یک اینورس کلی براش، یک در واقع وارون کلی براش در نظر بگیریم، برابر میشه با چی؟ مثلا f و g منهای 1 x برابر میشه با چی؟ برابر میشه با اینا همشون برمیگردن، میشه g منهای 1 و f منهای 1. درسته؟ یه همچین اتفاقی براش میفته، یعنی منهای 1 رو همه اینا تقسیم داره و این دوتا هم جاشون عوض میشه، داخلیه میاد بیرونیه، بیرونیه میاد داخلی. پس عملا g منهای 1 و f منهای 1 20 برابر با چی است؟ برابر با f و g منهای 1 هستش. خب منهای 1 20 هستش. خب اینم به طور کلی اگه بخوایم در نظر بگیریم با توجه به همین نکاتی که اینجا اشاره کردم، یعنی چه تابعی در واقع، چه ایکسی به ما چه ایکسی در واقع تو اف او جی قرار بدیم که به ما خروجی 20 رو بده. پس عملا ما اف او جی ایکس رو داشته باشیم به ما خروجی 20 رو خواهد دادش. خب اف ایکس ما چیه؟ همون ایکس رادیکال ایکس به اضافه رادیکال ایکسه، به جاش جی بذاریم میشه جی به اضافه رادیکال جی. خب این باید برابر بشه با 20. درسته؟ با توجه به همین معادله که اینجا حل کردیم شبیه اونه دیگه. در نتیجه جی ما باید برابر بشه با 16. خب جی ما برابر بشه با 16 در واقع همین چیزی است که اینجا حل کردیم. پس این در واقع ترفند تو خیلی از مواقع میتونه کمکمون کنه، راه حل راحت‌تر و سریع‌تری هستش. اینه چیزی که اینجا اشاره کردم. پس یک اینورس کلی تو ترکیب تابع میتونه در واقع میتونه که نه، این اتفاق رو رقم میزنه که این عبارت یعنی اف او جی منهای 1 به این شکل برابر میشه با جی منهای 1 او اف منهای 1. اینو میتونیم به این شکل هم به دست بیاریم. خیلی تفاوتی با اون حالت قبلی نمیکنه ولی معمولا شاید برخی سوالات بهمون کمک بکنه. سوال بعدی گفته که قرینه نمودار تابع فلان نسبت به محور ایگرگ ها تعیین کرده، سپس منحنی حاصل 4 واحد به سمت راست انتقال میدهیم. منحنی اخیر و منحنی اصلی نسبت به کدام خط متقارن هستن؟ خب هم میتونیم رو در واقع مبحث انتقال ها مانور بدیم، یعنی در واقع تغییراتی که تو راسته محور x ها و محور ایگرگ ها تو تابع یعنی ایگرگ مساوی با اف x اتفاق میفته مانور بدیم. ولی در حقیقت عرض کنم خدمتتون این سوال به نحوی هست که شکل بکشیم، یعنی رو شکل تغییرات رو انجام بدیم، فوق العاده میتونه برامون راحت تر باشه، یعنی در حقیقت سریعتر به جواب برسیم تا اینکه به شکل ریاضیوار یعنی رو نوشته بخوایم انجام بدیم. میایم چیکار میکنیم؟ ما یه شکل میکشیم. خب به ما گفتی که قرینه نمودار تابع رادیکال ایکسی که وجود داره نسبت به محور ایگرگ، رادیکال ایکس ما اینه، بذار بکشم، این رادیکال ایکس ما خواهد بود که باهاش آشنا هستیم و معروفه. قرینه‌شو نسبت به محور ایگرگ ها بکشیم، در واقع این محور ایگرگ هاست
قرینش نسبت به محور ایگرگ ها همچین تابعی خواهد شد. این میشه در واقع رادیکال منهای ایکس. درسته؟ یه همچین اتفاقی میفته. قرینه نسبت به محور ایگرگ ها باعث میشه در واقع این ضریب ایکسی که اینجا وجود داره قرینه منفی بشه. قرینه نسبت به محور ایگرگ ها باعث میشه این در واقع خود اف ایکسی که وجود داره منفی بشه. اگه مثلا میگفت نسبت به محور ایکس ها قرینه کنیم میشد منهای رادیکال ایکسی که وجود داره و تابع ما به این فرم میشد. مثلا این همچین تابعی میشد. این میشد منهای رادیکال ایکس اگه قرار بود این کارو انجام بدیم. خب حالا گفته تا اینجا که رسیدیم، یعنی رادیکال منهای ایکس به دست آوردیم و قرینه کردیم مثلا به محور ایگرگ ها، سپس منحنی حاصل رو 4 باید به سمت راست میبریم، یعنی این رو به سمت راست میبریم. 4 باید به سمت راست بردن هم حالا تو اینجا هم نشون خواهم داد، ولی خب رو نمودار اول نشون بدیم. 1 2 3 4 مثلا اینجا باشه، 4 باید به سمت راست ببریم، یه همچین تابعی اتفاق میفته. این تابع چه شکلی میشه؟ در واقع حالت نوشتاریش به چه نحوی میشه؟ تو خود تابع اف ایکسی که وجود داره، اگر ما این اف ایکسی که هستش رو به اضافه یا منهای سی کنیم، اگر به اضافه یک عدد بشه یعنی مثبت بشه، اون تابع ما به سمت چپ حرکت کرده، ولی اگر چیزی ازش کم بشه تابع ما به سمت راست حرکت کرده. پس این رادیکال منهای ایکسی که وجود داره خود ایکسه، اگر منهای 4 بشه یعنی به این فرم بشه رادیکال منهای ایکس منهای 4، این اتفاق بیفته، تابع ما به این شکل در خواهد اومدش، یعنی خود ایکس منهای 4 شده، یعنی 4 تا به سمت راست حرکت کرده. این میشه تابع در واقع نهایی ما. تابع اولیه ما این بود دیگه، رادیکال ایکسی که باهاش آشنا هستیم. این دو تا رو اگه با هم دیگه تلاقی بدیم، هم تو شکل مشخصه که این خط ایکس مساوی با 2 خط محور تقارن ما خواهد بود، هم اگر مشخص هم نبود میتونیم این معادله رو حل کنیم. گفتم تقاطع و تقارن به طور کلی از حل معادله میاد. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت ما باید اینجوری کنیم رادیکال ایکس برابر بشه با رادیکال منهای ایکس منهای 4 به این شکل. خب اینو برای اینکه حل کنیم طرفین به توان 2 میرسونیم، ایکس برابر میشه با منهای ایکس به اضافه 4 میبریم اونور، 2 ایکس برابر میشه با 4 در نتیجه ایکس برابر میشه با 2 که همون خط محور تقارن ما هستش، همین ایکس مساوی با 2 که وجود شکل مشخص بود. این سوال عرض کردم کار ریاضی آنچنانی نباید انجام میدادیم و تو شکل اگه میکشیدیم این برابر میکنیم خیلی راحت پاسخ گزینه 3 رو به ما میداد. سوال خیلی راحتی بودش در واقع نسبت به نام کنکور. سوال بعدی گفته که در شکل زیر فرض کنید سینوس سی 5/13 هستش. سینوس سی تو همین شکل هم اگه مثلث AHC رو در نظر بگیریم 5/13 یعنی چی؟ یعنی مقابل به وتر نسبتش 5/13. به طور کلی اعداد 5 و 13 و 12 یا به قول معروف 3 و 4 و 5 اعداد فیثاغورسی هستن که حالا یا گهگاه 8 و 15 و 17 مورد استفاده میگیم، ولی اکثر این دو تاست. بذار بنویسم یا 3 و 4 و 5 و ضرایبشون یا 5 و 12 و 13 و ضرایبشون معمولا جزو سوالات پرتکرار مبحث مثلثات به محاسبات بخش مثلثات و هندسه و اینا زیاد مورد استفاده قرار میگیره. چرا؟ چون اعداد فیثاغورسی هستن و خیلی راحت میشه در واقع سایر نسبت ها رو یا به قول معروف سایر اضلاع مثلث قائم زاویه رو در موردش صحبت کرد و به دست آورد. خب ما میگیم چیکار؟ سوال ما مونده سینوس سی برابر با 5/13. سینوس کوسینوس و کلا نسبت مثلثاتی هم مبناش یعنی تعریفش رو مثلث قائم الزاویه شکل میگیره دیگه. الان مثلث قائم الزاویه ما AHC هستش بخوایم در نظر بگیریم، پس AH نسبتش ما مقدارش هم همینو میگیریم، فرق نمیکنه، نسبتش به نسبت AC چون این در واقع زاویه سی ماست برابر بشه با 5/13. ممکنه مثلا بشه 25/65 یه همچین حالتی بشه، ولی نسبتشون میشه 5/13. ما هم همون 5/13 رو میگیریم که محاسبات بقیه‌مون راحت تر بشه. و گفته که CH برابر با چنده؟ برابر با 9. این کلش رو گفته برابر با 9 هستش، در حالی که اگه بخوایم نسبتی در نظر بگیریم نسبت کل CH برابر میشه با 12. این مثلث قائم الزاویه ما باشه، این 5 باشه، این 13، این نسبتش میشه 12. پس این در حقیقت 9 که گفته طولشه ولی نسبتش به اضلاع دیگه میشه 12. اینو در نظر داشته باشیم. اندازه ارتفاع AH چقدر خواهد بود؟ خب یه نسبت تناسب ساده است دیگه. ببین اینجا نسبتش به نسبت این میشه 5/12. خب ولی طولش که میخواد در واقع AH که قرار به دست بیاریم AH به سانتی مترش میشه در واقع همون CH داده به ما 9. این یه نسبت تناسب ساده است که به راحتی میشه به دست آورد دیگه. طرف وسطی میکنیم، در نتیجه AH برابر میشه با این 3 با این 3 میشه 4 3 4 تا 3 5 و 15 تا تقسیم بر 4 میشه تقریبا 3 و تقریبا که نه 3 و 75 صدم. این میشه پاسخ
مد نظر ما. خیلی نکته خاصی هم نداشت سوال، فقط باید مفهوم مثلث و مفهوم خود نسبت‌های مثلثاتی تو مثلث قائم مساویه و اعداد فیثاغورس و این چیزا رو می‌دونستیم. خیلی چیز پیچیده و سختی هم نبودش اگه می‌خواستیم به دست بیاریم. و از کنم خدمتتون که اگه قبول تانژانت کوتانژانت اینا بریم اینجوری میشد دیگه. مثلا این زاویه‌اش عرض کردم این نسبتش میشه 12 بخوایم در نظر بگیریم. حالا با نسبت سینوس کوسینوس رو به دست می‌آوریم، تانژانت زاویه سی مقابل به وتر برابر میشه با 5/12. خب این برابر با مقابل به وتر، مقابلش AH به وترش که همون 9 که دوباره به همین پاسخ بالایی میرسیم. من قبول تو مفهوم مثلثات یا نسبت‌های مثلثاتی بریم خیلی تفاوتی نمیکنه دیگه. سوال خیلی راحت‌تر از اون چیزی هست که بخوایم به دست بیاریم. فقط باید میدونستیم که تفاوت نسبت با مقدار چی هستش. سوال بعدی گفته که انتهای کمان آ در ربع دوم دایره مثلثاتی و سینوس آلفا برابر رادیکال 2 باشد مقدار فلان کدام هستش. این به طور کلی وقتی سوالی به ما داده میشه که انتهای کمان در فلان نسبت فلان ربع مثلثاتی هستش، باید چی رو ازش به دست بیاریم و چی رو ازش در واقع استفاده کنیم؟ به قول معروف باید علامت نسبت‌های مثلثاتی رو در واقع داشته باشیم. خب گفته تو ربع دوم مثلثاتی سینوس درش مثبت، سینوس آلفا بزرگتر از صفر، کوسینوس تو اونجا منفیه و طبیعت تانژانت و کوتانژانت که تقسیم این دوتا نسبت هستن، چون این دوتا مختلف العلامه هستن منفی میشن. کوتانژانت هم منفی خواهد بود. از این که عرض کردم تو ربع‌های گوناگون انتهای کمان رو میده، تنها چیزی که میتونیم ازش در واقع داشته باشیم این هستش و به قول معروف زاویه رو به دست بیاریم. و سینوس آلفا رو بگم حالا اینو ما داریم، سینوس آلفا، کوسینوس آلفا، علامت ها رو داریم، اینو در واقع در نظر میگیریم. از این به بعد هرچی هست رو مثبت فرض میکنیم، در انتها با اینا علامتش رو تعیین میکنیم. الان دیگه با علامت کاری نداریم، همه چی رو مثبت فرض میکنیم، تو خود مثلث مبنا در نظر میگیریم. خب سینوس آلفا رو داده به ما رادیکال 2/10. این سینوس آلفا باشه رادیکال 2/10، مثلا اگر این زاویه آلفا ما باشه میشه رادیکال 2/10. خب نسبتشون میشه رادیکال 2/10. حالا اندازه‌شون هر چی میتونه باشه. پس طبیعتاً کوسینوس آلفا و سایر نسبت مثلثاتی میتونیم به دست بیاریم. اینجا ما یه فیثاغورس میزنیم 100 در واقع رادیکال 2 ازش کم بشه میشه 100 و عرض کنم خدمتتون که 10⁻2 میشه 100 رادیکال 2⁻2 میشه 2 میشه 98. 98 رو تقسیم بر 2 کنیم میشه 49 میشه 7 رادیکال 2. اینم نسبتش میشه 7 رادیکال 2 ازش جذر بگیریم. پس این مثلث ما خواهد بود. میتونیم سایر نسبت مثلثاتی رو ازش به دست بیاریم. خب سینوس آلفا رو داده به ما در واقع رادیکال 2/10. کوسینوس آلفا رو ما میتونیم به دست بیاریم در واقع 7 رادیکال 2/10. تانژانت آلفا رو میتونیم به دست بیاریم خیلی راحت 1/7 و کوتانژانت آلفا رو هم میتونیم به دست بیاریم 7. مقابل به وتر و مجاور به وتری که بلد هستیم علامتش رو میتونیم این داشته باشیم میشه منها. با این اندازه‌ها رو به دست میاریم با این علامت‌ها رو. اما سوال از ما کوسینوس در واقع تا اینجای سوال معمولا سوال‌های کتاب درسی از اینجا به بعد کوسینوس 11π4 به اضافه آلفا رو هم بخواسته خود کوسینوس آلفا رو نخواسته. اینو چجوری در واقع حلش میکنیم؟ به این شکل در واقع در نظر میگیریم که کوسینوس 11π4 من اینجوری می‌نویسم کوسینوس در واقع 2p به اضافه 3p 11 رو می‌نویسم 8p به اضافه 3p 8pش با 4ش میشه 2p به اضافه 3p 4 به اضافه آلفا. میدونیم که اگه در واقع نسبت 2p یا ضرب زوج p 2p 4p 6p منهای 2p منهای 4p منهای 8 با زاویه جمع بشن انگار کلا همه نسبت‌های مثلثاتی انگار اون در واقع زاویه وجود نداره، یه دور چرخیده دوباره به اونجا رسیده و در واقع تغییری تو محتوای زاویه و خروجی زاویه نخواهد کرد. پس این عملا برابر میشه با کوسینوس 3p4 به اضافه آلفا. خب ما جمع در واقع دو تا زاویه رو یه مروری بکنیم اینجا و داشته باشیم ذهنمون. اگر مثلا سینوس هم سینوس رو میگم هم کوسینوس آلفا به اضافه بتا برابر میشه با چی؟ سینوس اولی کوسینوس دومی به اضافه سینوس دومی کوسینوس اولی. خب اینا در واقع اگه منهام باشه از هم دیگه کم میشه. این در واقع جمع سینوس جمع دو تا زاویه است. کوسینوسش هم اگه بخوایم یادآوری کنیم اینجوری میشه کوسینوس آلفا به اضافه بتا
برابر میشه با کوسینوس اولی کوسینوس دومی منهای، ببینید به اضافه باشه منها میشه سینوس اولی سینوس دومی. اینو داریم ما. اگر اینجا منها باشه اینجا به اضافه خواهد شد. این در واقع علامتش برعکسه. تو سینوس مستقیمه، تو کوسینوس برعکس هستش. خب از این بالایی بخوایم استفاده کنیم اینو میتونیم اینجوری بنویسیم. میشه کوسینوس در واقع 3π4 در کوسینوس آلفا جمع بینشون میشه منهای سینوس 3π4 در سینوس آلفا. خب همه اینا رو داریم دیگه. از کجا داریم؟ سینوس 3π4 میشه در واقع سینوس 135 درجه که میشه میفته تو رو به دوم مثلث دادی، میشه منهای رادیکال 2/2. کوسینوس آلفا رو در واقع اینجا به دست آوردیم، برابر میشه با منهای 7 رادیکال 2/10 منهای سینوس 3π4 هم میشه همون سینوس 135 درجه که میشه رادیکال 2/2 ضرب در رادیکال 2/10 که سوال به ما داده سینوس آلفا. همه اینا رو داریم به راحتی به دست میاریم. این با این میره، اینم با این میره، میشه در حقیقت اصلا خدمتتون که میشه 7/10 مثبت 7/10 منهای 1/10 که برابر میشه با 6/10 یا 3/5. ببینید چجوری داده سوال. 3/5 گزینه 3 پاسخ ما خواهد شدش. به راحتی هر چه تمام‌تر تونستیم به دست بیاریم دیگه. بازم تاکید میکنم یه بار دیگه در واقع مرور کنم این قسمت سوال که به ما داده میشه میگه در فلان رو به مثلثاتی ما علامت رو میتونیم ازش به دست بیاریم، از این نسبت هم میتونیم در واقع اندازه ها رو به دست بیاریم. با تلفیق این دو تا تک تک نسبت ها رو به دست بیاریم. از اینجا به بعدم رادیکال 11/4 به اضافه آلفا هم که در واقع اینا رو باید بلد میبودیم و بهمون کمک میکرد دیگه برای اینکه به دست بیاریم و به قول من پاسخ رو برسیم. خیلی نکته سخت و پیچیده نیست، یه مقدار محاسبات داشت که باید دقت رو میکردیم. ولی دو تا بخش اول که اشاره کردم معمولا تو خیلی از سوالاتی که حالا این فرم سوالی مقدار کم میاد تو کنکور محاسبات این چنینی، ولی اگه اومدم این سوالی کتاب درسی دیگه در واقع بخوایم در نظر بگیریم، این بخش اولش عرض کردم علامت، بخش دوم اندازه و جفتش با هم دیگه تلفیق این دو تا مقدار در واقع نسبت مثلثاتی به ما خواهد دادش. خب سوال بعدی گفته که مجموع جواب‌های معادل مثلثاتی فلان در بازه پی تا 2p کدام هستش؟ خب گفته تانژانت 3x تانژانت x برابر با 1. خب اگه قرار باشه تانژانت 3x رو در واقع بشکنیم و به نسبت تانژانت x در بیاریم، اینجوری میشه که در واقع تو کتاب نیستش. اگه بخوایم در نظر قدیما تو کتاب بودش ولی الان دیگه نیست. تانژانت 3x میشه برابر با 3 تا تانژانت x منهای تانژانت 3x به روی 1 منهای 3 تا تانژانت 2x. این رابطه رو ما برای تانژانت 3x 3 آلفا داریم. خب کم تا کسی هم در واقع شاید همه اینو حفظ نباشن و به قول معروف به دست آوردنش اون جلسه و کار کردن باش سخته. حالا این شما ضرب در تانژانت x کن و ضرب در 1 مساوی با 1 کن و معادله رو حل کنیم. میشه یه معادله درجه 3 که حل کردنش حالا نمیدونم راحت بشه یا سخت بشه، حالا بذارید حل کنیم بعد میگیم در واقع راه حلی که اینجوری نیست رو اشاره خواهم کرد. ضرب در تانژانت x برابر میشه با 1. اینو در واقع برابر با 1 که نداریم، اینم بذاریم تانژانت x اینجا بذاریم که تساوی درست بشه برابر با 1. خب میشه چی؟ من تانژانت x رو t میگیرم، میشه 3t2 منهای t4 برابر میشه با 1 منهای 3t2. اینو در واقع مرتبش میکنیم. از کنم خدمتتون که همه رو میبریم یه طرف t4 منهای 6t2 به اضافه 1 برابر با 0. خب اینو اگه بخوایم حلش کنیم معادله ما اینجوری میشه دیگه. اینو مثلا دلتاشو میگیریم، دلتاش میشه b2 منهای 4 36 منهای 4 میشه 32. در نتیجه t2 باید برابر بشه با در واقع 6 مثبت منفی رادیکال 32 تقسیم بر 2 که بخوایم مرتبش کنیم میشه t2 مساوی با 3. رادیکال 32 رو می‌نویسیم در واقع 16 تا 2 میشه 4 رادیکال 2 با 2 پایین میره میشه 2 رادیکال 2 مثبت منفی 2 رادیکال 2. 2 رادیکال 2 میشه در حقیقت عرض کنم خدمتتون که از 3 کوچیک‌تر میشه. بله از 3 کوچیک‌تر میشه. جفت جوابا میتونه داشته باشیم دیگه. یه t2 به ما در واقع 3 به اضافه رادیکال 2 رو میده، یه t2 به ما 3 منهای رادیکال 2 رو میده. اینا پاسخامون میشه و در واقع باید مسیر رو بریم و به دست بیاریم. حالا دوباره داستان میشه اگه قرار بود اینو بلد باشیم و این مسیر رو بریم و اینجور چیزا رو انجام بدیم. اما غیر این باید چی کار کنیم؟
خب طبیعتاً باید اینجور سوالات رو بازی کنیم باش. در واقع یک هنر یک مهندس اینه که در حقیقت بتونه ترفندهای حل سوال رو داشته باشه. ما میگیم چیکار میکنیم؟ اینو در واقع یه مقدار کلک میزنیم بهش، اینجوری میکنیم کلک، نه مسیر رو برعکس میریم. تانژانت 3x برابر میشه تانژانت x میبریم تو مخرج 1 برابر میشه با 1 بر تانژانت x که برابر میشه با کوتانژانت x. اینو ما داریم. خب کوتانژانت x هم ما می‌خوایم طرفین رو به شکل تانژانت در بیاریم تا بتونیم حل معادله رو داشته باشیم. یه طرف تانژانت مثلا آلفا، اون بر تانژانت بتا، تا بتونیم بنویسیم. در واقع کوتانژانت x برابر میشه با چی؟ برابر میشه با تانژانت پی دوم منهای x. اینو داریم ما. چرا داریم؟ در واقع میدونیم که دو تا زاویه‌ای که با هم دیگه متمم هستن تانژانت و کوتانژانتشون با هم دیگه برابره. مثلا تانژانت 30 درجه با کوتانژانت در واقع 60 درجه برابره و مثلا تانژانت 60 درجه با کوتانژانت 30 درجه برابر هستن و اینو در واقع تو زوایای متمم میدونیم. به این دلیل ما کوتانژانت x رو می‌نویسیم تانژانت پی دوم منهای x. حالا این یه طرف ما میشه، این یه طرف ما، مثلا میشه تانژانت آلفا، اون برم میشه تانژانت بتا. دو تا زاویه در واقع دو تانژانت، مثلا مثل اینجوری بنویسم، این نکته رو داشته باشیم، تانژانت آلفا اون برم تانژانت بتا. در نتیجه آلفا رو بخوایم توی این معادله به دست بیاریم برابر میشه با کاپی به اضافه بتا خواهد بودش. دو تا زاویه‌ای که دو تا نسبت تانژانت یا کوتانژانت دیگه با هم دیگه برابرن، زوایاش اگه بخوایم به دست بیاریم به این فرم به دست خواهد اومدش. خب حالا از این در واقع کمک بگیریم، میایم در واقع به این فرم می‌نویسیم و از همین رابطه آخری استفاده می‌کنیم. اینو آلفا در نظر می‌گیریم، اینو بتا. پس 3x برابر میشه با کاپی به اضافه بتا، میشه کاپی به اضافه بتامون چیه؟ پی دوم منهای x. پی دوم منهای x. خب این معادله رو حل می‌کنیم، x رو می‌بریم اون ور میشه در واقع 4x در نتیجه x برابر میشه با کاپی 4 به اضافه پی 8. همه رو تقسیم بر 4 می‌کنیم، x آوردیم اون ور، همه رو تقسیم بر 4 کردیم. خب از ما در واقع تو این بازه خواسته دیگه پی تا 2p خواسته دیگه. اگر کاهای گوناگون رو قرار بدیم، مثلا کا رو اگر 0 1 2 قرار بدیم، 3 هم قرار بدیم، میشه 3 پی 4 به اضافه پی 8 دوباره تو اون بازه نمیفته، باید بین 180 تا 360 باشه. ما از 4 شروع می‌کنیم. اگر بذارید ادامهش اینجا بنویسم، کا رو اگر 4 قرار بدیم میخوایم تو اون محدوده باشه دیگه، در نتیجه x برابر میشه با پی به اضافه پی 8. کا رو 5 قرار بدیم، میشه کا برابر میشه با عرض کنم خدمتتون که x برابر میشه با 5 پی 4 به اضافه پی 8. بعدی میشه 6 پی 4 به اضافه پی 8. بعدی هم میشه 7 پی 4 به اضافه پی 8 که اینا رو با هم دیگه جمع کنیم 8 پی 4 هم از 2 پی خارج میشه دیگه، نمیشه. اگه با هم دیگه جمع کنیم میشه 4 تا پی 8 داریم که میشه پی دوم. اونا رو هم با هم دیگه جمع کنیم از کنم خدمتتون که 4 و 5 میشه 9 با 6 میشه بذارید 4 و 7 بشه 11 با اون میشه 22 میشه 22 پی 4. 22 پی 4 هم میشه 11 پی دوم به اضافه 11 پی دوم. جمع اون کار خاصی نمی‌کنه، جمع اون زوایا رو انجام دادیم به ازای کاهایی که بین بازه پی تا 2 پی قرار دادن. در نتیجه این دو تا با هم دیگه جمع بشه میشه 12 پی دوم و میشه 6 پی دیگه، جمعشون برابر با 6 پی خواهد شد. گزینه 2 پاسخ ما خواهد بودش. سوال سخت و پیچیده‌ای نبود، فقط باید در واقع میدونستیم که باید باش چیکار کنیم. این مسیر رو رفتن یه موقعی مثلا زوایا چند برابر شد، به خصوص معادلات مثلثاتی سینوس کوسینوس تانژانت کوتانژانت چند دو از ما خواستش، معمولا سعی کنیم از اون روابط نریم بهتره. میتونه در واقع یک راهکارهای میانه‌ای در واقع راه در روهایی داشته باشه و اکثر اوقات اینجوری خواهد شد. حالا من تو ویدیویی که جداگانه در مورد حل معادلات مثلثاتی ویژه صحبت خواهم کرد، اونجا نکات ریزتری اگه داشتش اشاره خواهم کرد، ولی به طور کلی نکته پیچیده و خاصی نداره. سوال بعدی گفته که اعداد طبیعی رو طوری دسته‌بندی می‌کنیم که تعداد جملات هر دسته برابر شماره آن دسته باشد، یعنی 1 2 3 در واقع 4 5 6 7 8 9 10 همینجوری. آخه مجموعه اعداد واقع در دسته 20 کدام هستش؟ خب ما برای اینکه اینو حل کنیم باید چیکار کنیم؟ میگه گفته دسته 20 یعنی چی؟ یعنی در حقیقت ما اینا رو به شکل دنباله‌ای در نظر بگیریم. این مثلا یک دنباله باشه، دنباله بعدی، دنباله آخر.
دسته 20 چند تا عدد داره؟ عدد 20 در واقع 20 تا عدد خواهد داشت که آخرین عدده میشه چی؟ جمع اعداد 1 تا 20. یعنی چی؟ یعنی ما تو دسته اول مثلا یه دونه عدد داشته باشیم، دسته دوم 2 تا عدد داشته باشیم، دسته سوم 3 تا عدد، دسته 19 هم 19 تا عدد داریم، دسته 20 20 تا عدد داریم. یعنی این اعداد رو با هم دیگه، اعداد طبیعی 1 تا 20 رو با هم دیگه جمع کنیم، عدد آخر دسته 20 ما به دست خواهد اومدش. مثلا فرض کنیم، مثلا حالا همینجوری دارم میگم، اینجا مثلا عدد 1 بود، بعدی همون چیزی که اونجا گفته 2 3 بودش، بعدی مثلا فرض کنید 4 و 5 و 6 هست. مثلا عدد 20 سری 20 که مثلا 19 تا از فرض کنید عدد 1 تا 20 رو با هم دیگه جمع میکنیم، به یه عدد فرض کنید 1000 میرسیم. مثلا 1000 تا مثلا 981 میشن در واقع دسته 20. حالا ما اون عدد آخریه که در واقع آخرین عدد 20 مجموعه 20 هست رو میخوایم به دست بیاریم. چجوری به دست میاریم؟ جمع عدد 1 تا 20 رو می‌نویسیم. جمع عدد 1 تا 20 جمع n تا عدد طبیعی هم برابر میشه با چی؟ اسش برابر میشه با n در n به اضافه 1 تقسیم بر 2 که باهاش آشنا هستیم، خیلی راحته دیگه. حالا 20 تا عدد هم اگه بخوایم جمع کنیم s برابر میشه با 20 در 21 تقسیم بر 2 که حاصلش برابر میشه با 22 ساده میشه 10 میشه 210. پس مجموعه 20 ما آخرین عددش برابر با 210 خواهد بود. من اگه بخوام بنویسم اینجوری میشه، مجموعه 20 ما اینجوری میشه، آخرین عددش میشه 210، همینجوری کم میشه 209 تا عدد در واقع 20 عددی که بیایم عقب‌تر میشه 191 192 193 الی آخر تا 210 که وجود داره، این 192. خب الان میخواد در واقع گفته چی؟ مجموعه اعداد واقع در دسته 20 رو به دست بیاریم. چجوری به دست میاریم؟ خب خیلی راحت، اینا در واقع دنباله حسابی هستن. دنباله حسابی که 20 تا عدد درش وجود داره و قدر نسبتش هم برابر با 1. مجموعه جملات دنباله حسابی هم برابر میشه با n دوم A1 به اضافه AN، جمله اول به اضافه جمله آخری که تو مجموعه وجود داره. الان ما 20 تا جمله داریم که برابر میشه با 20 تقسیم بر 2 که میشه 10. A1 مون چنده؟ 191. AN مون چنده؟ 210. خب این دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم میشه 20 با 10 20 با 2 میشه 10، 191 و 210 هم 190 و 210 میشه 400 401 که ضرب در 10 کنیم میشه 4010. گزینه 3 پاسخ ما خواهد بود که به راحتی تونستیم به دست بیاریم. سوال نکته ویژه‌ای نداره، فقط باید در واقع این مطلبی که اینجا وجود داشت متوجه می‌شدیم دیگه. این چیزی که الان اینجا در نظر گرفتیم که جملات در واقع دسته ها یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا به این شماره دسته است اینجوری بنویسم شاید بهتر متوجه بشیم. این دسته اول، شماره دسته اول، این تعداد دسته دومه، این تعداد دسته سومه، این تعداد دسته چهارمه، تعداد دسته 19 و تعداد دسته 20 الی آخر. خب پس اینا یه دونه هم میرن جلو دیگه. کلا اگه در نظر نگیریم این آکولادایی که وجود داره رو به شکل دنباله حسابی هم، یعنی به شکل اعداد طبیعی میرن جلو. پس دسته 20 ما که 20 تا عدد داره باید همه این تعداد اعداد رو با هم دیگه جمع کنیم تا اون انتهای دسته 20 رو به دست بیاریم که انتهاش رو به دست بیاریم 20 تا میایم عقب، ابتداش هم به دست میاریم و مجموعش رو به راحتی میتونیم داشته باشیم. این نکته‌ای که اینجا وجود داره مهمترین درک این نکته در واقع مهمترین در واقع قسمت حل این سوال هستش. بگودیم سوال برای گفته که مقدار 24 گرم از عنصری موجود است اگر عنصر مورد نظر در هر مدت زمان 30 روزه 1/10 جرم باقی مانده را از دست بدهد. یعنی چی 1/10 جرم باقی مانده را از دست بدهد؟ یعنی 90%ش باقی بمونه تو هر 30 روزی که میگذره. پس از چند روز 8 گرم از اون عنصر باقی میماند. خب این اگه بخوایم بنویسیم چجوری می‌نویسیم؟ MT ما که بر حسب در واقع زمان داره میگذره، جرم ما بر حسب زمان داره میگذره، برابر میشه با چیه؟ برابر میشه با جرم اولیه‌مون که 24 گرمه ضرب در 1/10 از جرمشو از دست میده، همونطوری که اشاره کردم تو 30 روزی که وجود داره. پس چقدر میمونه؟ میمونه 9/10 جرم اولیه‌مون. پس زمانمون هم اینجوری میشه T تقسیم بر تو بازه 30 روزه. این رابطه ای است که برای این جرم میتونیم داشته باشیم. بذارید ذره تفسیر کنیم. جرم اولیه‌مون اینه. خب تو روز اول اگه اینو T 0 بذاریم این عدد به توان 0 میشه 1، میشه هم 24 گرمی که وجود داره. اما گفته عنصر در مدت زمان 30 روزه اگه اینو مثلا 30 قرار بدیم این T که وجود داره این میشه 1،
10% جرم باقی مانده رو از دست میدهد، یعنی 90%ش میمونه، پس 9 میمونه. پس تو 30 روز اگه اینو 30 قرار بدیم MSC رو به دست بیاریم میشه 30 این ور میشه 1 9 به توان 1 میشه 9 ضرب در 24. پس تو 30 روز میشه 9 24 باقی میمونه، از دست 1 دهمش از دست میده و 9 رو باقی میمونه. نکته که سوال وجود داره این هستش که باید دقت بکنیم. اینم به طور کلی اشاره بکنم دیگه. معمولا سوالاتی که به این شکل جرم و اینا داده میشه راهکار ما اینجوریه دیگه. MT بر حسب زمان برابر میشه با اون جرم اولیه‌مون M1 مون ضرب در مقداری که باقی مونده، یعنی اینجا مثلا آی که الان باقی مونده اون نسبتی که ازش باقی میمونه به توان تی تقسیم بر اون پریود زمانی که به ما میده. الان مثلا 30 روزه داده، این مثلا به جای تی بزرگ 30 قرار میگیره. اینو باید در نظر داشته باشیم. حالا سوال از ما چیه؟ خواسته پس از چند روز 8 گرم از عنصر باقی میماند، یعنی اون چیزی که باقی میمونه 8 در واقع 8 گرم وجود داشته باشه. الان 9 الان رابطه‌ای که ما نمیشیم بر حسب باقی ماندنه، نه بر حسب از دست دادن. پس MT ما برابر میشه با 24 ضرب در 9 ضرب در T 30. پس از چند روز 8 گرمش باقی میمونه، این 8. خب الان ما باید تو این رابطه، تو این معادله که اینجا وجود داره، باید چی به دست بیاریم؟ اون تی رو به دست بیاریم. خیلی راحتی معادله رو حل میکنیم. میشه 9 به توان تی 30 برابر میشه 24 میبریم تو مخرج 8 میشه 1/3. حالا در نتیجه این در اصل دو طرف لگاریتم میگیم تا این معادله رو حل کنیم. معادله لگاریتمی دیگه، این معادله نمایی که باید تبدیل به لگاریتم کنیم. از طرف این لگاریتم بگیریم اینجوری میشه این که تو توان هست میاد تو قبل قرار میگیره تی 30 لگاریتم 9 اون ورم میشه لگاریتم در واقع 1/3 یا همون 3 به توان منهای 1. اینو باید حل بکنیم. خب به راحتی میریم حلش میکنیم دیگه. اینجوری میشه تی برابر میشه با، بذارید اینجوری بنویسم، این خطی کسی بنویسم، منهای لگاریتم 3 9 میاد تو مخرج، اینجوری می‌نویسم. لگاریتم 9 رو بر حسب در واقع قوانین لگاریتمی که بلد هستیم اینجوری می‌نویسیم. لگاریتم آ به اوم رو میتونم بنویسم چی؟ لگاریتم آ منهای لگاریتم بی. من 9 رو به این فرم می‌نویسم عرض کنم خدمتتون که لگاریتم 9 که 3 به توان 2 رو هم میارم عقب، 2 تا لگاریتم 3 در مبنای 10 منهای لگاریتم 10 هم که می‌نویسیم از 10 که کلا یه ضرب در 30 هم که خواهد داشت. اینو به راحتی حساب می‌کنیم. یه 3 دهم داده به ما سوال 4 و 48 صدم که برابر میشه با 30 و اینجا می‌نویسیم ما کلا منهای 48 صدم در واقع. پایین میشه 2 تا 48 صدم میشه عرض کنم خدمتتون که 96 صدم از 1 که کم کنیم میشه منهای 4 صدم. درسته؟ اینا با هم دیگه مثبت میشن. این هم که 12 برابر اونه، 12 ضرب در 30 میشه 360. پس بعد از 360 گزینه 1 ما میشه بعد از 360 روز در واقع 8 گرم از عنصر باقی خواهد ماند. اگه بخوایم در واقع حساب کنیم، نکته خاصی نداره، فقط باید در واقع نوع نوشتن این رابطه رو بلد باشیم دیگه. فقط دقت کنیم که از ما اینجا مثلا 1/10 جرم از دست داده رو دادش، ولی ما 9 جرم باقی مانده رو خواهیم داشت که در واقع بخوایم بنویسیم. بقیه‌اش هم حل محاسبات هستی، خیلی نکته خاص و پیچیده‌ای نداره. سوال بعدی گفته که فرض کنید n عضو اعداد در واقع طبیعی باشد، حاصل لیمیت فلان رو به دست کدام هستش؟ خب به طور کلی ما وقتی لیمیت حد در بی‌نهایت رو می‌خوایم به دست بیاریم، موقعی که در واقع اون متغیر ما به سمت بی‌نهایت حرکت می‌کنه، به سمت بی‌نهایت میل می‌کنه، اگه یک عبارت چند جمله‌ای تو صورت و یک عبارت چند جمله‌ای در مخرج وجود داشته باشه، الان مثلا شاید ظاهره این اون چند جمله x به توان فلان اینا نباشه، حالا در مورد صحبت خواهم کرد، ولی به طور کلی چند جمله‌ای تو صورت و یک چند جمله‌ای تو مخرج وجود داشته باشه و وقتی در واقع به سمت بی‌نهایت حرکت میکنه، مبتنی بر اون در واقع درجه صورت و مخرج 3 حالت پیش میاد. اگر بزرگترین درجه صورت رو m در نظر بگیریم و بزرگترین درجه مخرج رو n در نظر بگیریم، اگر m بزرگتر از n باشه، حاصل در واقع حد ما به سمت بی‌نهایت حرکت میکنه، مثبت یا منفی بی‌نهایت. حالا اینو باید تعیین علامت بکنیم، هم در مورد مقدارش الان دارم صحبت می‌کنم. اگر برابر باشن
که معمولا اینو کلی نمیگم ولی به طور کلی بالغ بر چند 70-80% در واقع مواقع تو سوالات کنکوری یا سوالات غیر کنکور معمولا برابر هستن. میشه ضریب بزرگترین درجه صورت مثلا آ به ضریب بزرگترین درجه مخرج مثلا آ پریم خواهد بودش. اگر ام بزرگترین درجه صورت کوچکتر از ان بزرگترین درجه مخرج باشه، حاصل حد ما صفر خواهد بودش، یعنی به سمت صفر حرکت میکنه. پس به طور کلی موقعی که حد ما داره به سمت بی‌نهایت میل میکنه، ما باید یکی از این سه حالت به شکل کلی داشته باشیم. معمولا به شکل چند جمله‌ای صورت و مخرج بینم، ولی اینجا یه مقدار داستان پیچونده و خیلی هم در واقع پیچش خاصی نداره، ولی همون هستش. ما اگر 2 به توان 2n رو که تو صورت و مخرج وجود داره به طور کلی، ما اگر این رو به شکل مثلا x در نظر بگیریم، چرا؟ چون اگر n به سمت بی‌نهایت حرکت کنه، خب طبیعتا این xی که در واقع هم ارزش گرفتیم هم به سمت بی‌نهایت حرکت خواهد کردش. پس ما اگر این رو با این برابر قرار بدیم، میایم حد رو بازنویسی کنیم. حد رو اگر بازنویسی کنیم به این فرم میشه لیمیت من هر جا 2 به توان 2n وجود داره، میام چیکار میکنم؟ x قرار میدم. خب اولی در واقع اون توان جمع توان ها رو میشکنم، میشه 2 تا، بذارید یه بار بنویسم، بعد به جای 2 به توان n ها x قرار میدم، 2 به توان 2n منهای این دفعه 2 تقسیم بر 1 منهای 2n رو می‌نویسیم، 2 به توان 1، پایینم 2 به توان منهای 2n که در واقع آشنا هستیم باش. تفریق در واقع توان ها میشه حاصل تقسیم در واقع دو تا کسری که وجود داره، دو تا کسر همپایه‌ای که هستن. الان 2 به توان 2n این همون 1 منهای n هستش، 1 منهای 2nی که وجود داره. پایینم دوباره 2 تا 2 به توان n رو داریم به اضافه 3 تا 2 تا 2 به توان n به این شکل. حالا n ما داره به سمت بی‌نهایت حرکت، ما هر جا 2 به توان n وجود داره میایم چی قرار میدیم؟ x قرار میدیم. من مخرج مشترکم میگیرم تا کارم راحت تر باشه دیگه. میشه لیمیت من این رو و این رو و این رو همه رو x میگیرم و مخرج مشترکم میگیرم. بالا میشه عرض کنم خدمتتون که 2x2 منهای 2 میاد کل این رو x گرفتم، ضرب در این xی که اینجا وجود داره کردم، شد 2x2 منهای 2، پایینم که در واقع یه x میشه. حالا میریم سراغ مخرج کلیمون، دوباره همین کارو میکنیم، میشه 2x2 منهای 3 2 تا 6 تا، پایینم که x داریم که این با این میره. حالا یه چند جمله‌ای در صورت و مخرج داریم. x به سمت در واقع بی‌نهایت حرکت میکنه، 2 به توان 2n بره به سمت بی‌نهایت، x هم میره به سمت بی‌نهایت. خب طبیعتا بزرگترین درجه صورت کدوم؟ 2. بزرگترین درجه مخرج کدوم؟ 2. این حالت وسطی در واقع پیش میاد، یعنی ضریب بزرگترین درجه صورت به ضریب بزرگترین درجه مخرج که 2 و 2 هستن که حاصل حد ما برابر 1 خواهد شد. این میشه در واقع پاسخ مد نظر ما که به راحتی هرچی تمام‌تر حل کردیم. نکته اصلا خاصی نداشت. اینم اگه در واقع هم‌ارزی‌گرم نمی‌نوشتیم خیلی مسئله خاصی نبود، به همون فرم به دست می‌آوردیم، مهم نیست. ولی کلا خلاصه موقعی که حد داره به سمت بی‌نهایت حرکت میکنه، یعنی مقدار متغیر ما داره به سمت بی‌نهایت حرکت میکنه، یکی از سه حالته که معمولاً سوالات مختلف به گونه‌های مختلفی میدن که اکثر اوقات عرض کردم این حالت وسطی اتفاق میفته. سوال بعدی گفته که حاصل لیمیت فلان کدام هستش. به طور کلی اولین کاری که تو حدگیری انجام میدیم این هست که در واقع اون مقداری که در واقع حد داره به اون سمت حرکت کنی، یا به قول معروف تو حوالی اون نقطه داریم حدگیری رو انجام میدیم، میذاریم تو تابع به طور کلی ببینیم به چه نحوی خواهد بود، فرم خروجی تابع به چه نحوی خواهد بود. الان من 1 رو بذارم تو صورت، میشه 1 منهای اینم که میشه 1، میشه 1 منهای 7 میشه 2 منهای 7 میشه منهای 5 با 5 میشه 0، صورت میشه 0. مخرج رو هم 1 بذاریم میشه 1 و 3 میشه 3 به اضافه 1 میشه 4، رادیکالش میشه 2، اینورم 2 منهای 2 0. پس حاصل حد ما میشه چی؟ میشه 0 0. پس یکی که اینجا وجود داره ریشه صورت و مخرج هستش. یا به عبارتی میشه گفت که عامل صرف کننده صورت و مخرج هستش. بعد این عامل رو پیدا کنیم و تو صورت و مخرج از بین ببریم و به قول معروف پاسخ حد داشته باشیم، یا به تعبیر کلی‌تر رفع ابهام کنیم. برای اینکه رفع ابهام هم کنیم معمولا دو راه مهم وجود داره دیگه. یکی در واقع پیدا کردن عامل صفر کننده است، حالا با تجزیه‌ای که بلد هستیم، یا ضرب صورت و مخرج مبتنی بر در واقع درجه‌ای که صورت و مخرج داره بر مزدوجش یا چاق و لاغرش که وجود داره. اینجا مثلا مخرج رو باید ضرب در مزدوجش کنیم تا این رادیکال از بین بره و صورت هم میتونیم تجزیه کنیم. یا این یک راه هست. راه دوم که باهاش آشنا هستیم هوپیتال هستش که در واقع موقعی که صفر صفرم اتفاق میفته میشه از صورت مشتق گرفت و از خود مخرج هم مشتق گرفت و حاصل صفر صفرم رو از بین برد و این روند رو ادامه داد تا دیگه صفر صفرم نداشته باشیم. من میام جفتش رو حل میکنم، در واقع
تا با دو روش هم آشنا شده باشیم. صورت خیلی راحت میشه تجزیه کردش و احتمالاً عامل صفر کننده رو میشه درش پیدا کردش. من اگه بنویسم اینجوری میشه لیمیت صورت من تجزیه میکنم، رادیکال x رو در واقع متغیر قرار بدیم میشه 2 رادیکال x، اونورم رادیکال x. این چون راحته چشمک میزنه با آدم دیگه برای اینکه در واقع حلش رو انجام بدیم. اینجا مثلا من 5 قرار میدم، اینجا 1 قرار میدم که 5 و 2 هفت وسط رو به ما بده. جفتش هم منفی میذاریم تا منهای هفت وسط رو ایجاد کنه. الان نگاه کنید پرانتز دومی که وجود داره عامل صفر کننده صورت رو برامون هویدا کردش. این میتونه در واقع با یه چیزی تو پایین خط بخوره و اون عامل صفر کننده رو از بین ببره و خیلی راحت تونستیم به دست. حالا میریم سراغ پایین. پایین هم در واقع مشخصه برای اینکه رادیکال از بین ببریم و در واقع در موردش اظهار نظر کنیم. میایم چیکار میکنیم؟ ضرب در مزدوجش میکنیم. میشه 2x صورت مخرج رو ضرب در مزدوج میکنیم دیگه. بذارید من این کارو بکنم، در واقع صورت مخرج ضرب در مزدوج بکنم. 2x منهای به اضافه 3x به اضافه 1. پایینم که همین 2x به اضافه رادیکال، این رادیکال رو کلشه، رادیکال 3x به اضافه 1. پایینم که 2x منهای رادیکال 3x به اضافه 1 هستش. خب تو این سوالا x به سمت 1 میل میکنه. معمولا ضرب در اگه مزدوجش کردیم یا چاقو لاغرش کردیم سعی میکنیم اونی که در واقع اگه تو مخرج بود اونی که در واقع مخالفش تو صورته، اگر تو صورت اونی که مخالفش تو مخرجا رو حساب کنیم کلا بیاریم بیرون که کار باش راحت بشه. حالا من 2x به اضافه رادیکال 3x به اضافه 1 رو بخوام به دست بیارم، 1 رو میذارم اینجا، میشه 2 به اضافه 2 4. این حاصلش میشه 4. 4 رو کلا میارم از در واقع کس بیرون که دیگه تو محاسباتمون راحت تر باشه. من دوباره بنویسم 4 رو میارم بیرون، لیمیت دیگه اینو به قول نخواهیم داشت، آوردیم بیرون. 2 رادیکال x منهای 5 رادیکال x منهای 1. پایینم که در واقع میشه 4x2 مزدوج به توان 2 میرسونیم منهای 3x به اضافه 1. خب اینم میتونیم به راحتی تجزیه کنیم. به راحتی اگه تجزیه کنیم اینجوری میشه، برابر میشه با لیمیت بالا دوباره 2 رادیکال x منهای 5، پایینم که در واقع رادیکال x منهای 1 هم بنویسیم، پایینم مینویسیم. عرض کنم خدمتتون که یه 4x میتونیم داشته باشیم اینور، 1 یه x 1. ببین این تجزیه‌های پایین در واقع توان دوهایی که وجود داره، درجه دوهایی که وجود داره، تجزیهش هر چقدر سوال بیشتر حل کنی بیشتر به چشممون میاد تا بتونیم راحت. من چرا 4x کردم؟ چون 3x وسط رو میتونم با ترکیب اینا به دست بیارم. چجوری؟ اینو باید در حقیقت منفی بذارم که من مثبت گذاشتم، منفی باید باشه. خب میام اینو منفی میذارم، اینو مثبت میذارم، چون منهای 3x این میشه منهای 4x با x وسط، منهای 3x وسط رو باید جور کنم و اینم در واقع همون مزدوج صورت هست که میشه عامل صفر کنندش رو دوباره پیدا کردش. خب اگه بخوام بنویسم، یا حالا میتونیم بنویسیم یا نه، بذارید بنویسم ادامه‌ش هم 4 تا 4 اینجا داریم، اینجا هم داریم x به سمت 1 میل میکنه. لیمیت عرض کنم خدمت دیگه بالا میشه 2 رادیکال x منهای 5 در رادیکال x منهای 1، پایین هم میشه 4x به اضافه 1. اینم در واقع شکل مزدوج تجزیه میکنم، رادیکال x منهای 1 رادیکال x به اضافه 1. ببینید عامل صفر کننده صورت مخرج هویدا شد موقعی که x به سمت 1 میل میکنه. خب میتونیم به راحتی اینا رو بزنیم و پاسخ حد 2 داشته باشیم دیگه. پاسخ حد 1 رو بزنیم بالا میشه چی؟ 2 منهای 1 میشه 2 منهای 5 میشه منهای 3 با 4 میشه منهای 12 بالا. پایین هم میشه 1 رو بذاریم میشه 5 با 5 2 تا 10 تا میشه 10 که حاصل حد برابر میشه با منهای 1 و 2 دهم گزینه 2. پاسخ ما خواهد بودش که به راحتی هرچی تمام‌تر تونستیم به دست بیاریم. اما راه حل راحت تر معموله، حالا اینم از کنم طولانی نوشتم برای اینکه متوجه بشیم، یعنی تو سر جلسه میتونیم خیلی راحت 10 20 ثانیه سوالو حل کنیم و پیداش کنیم، ولی رو کار راحت تر خیلی از مواقع موقعی که 0 اتفاق میفته برای رفع ابهام عرض کردم که میتونیم از کنم خدمتی که هوپیتال استفاده کنیم. هوپیتال چیه؟ مشتق صورت و مخرج رو میگیریم. من همینجا مشتق صورت رو بگیرم، میشه از کنم خدمتتون که لیمیت مشتق صورت میشه 2x میشه 2، اونم که میشه منهای 7 دوم رادیکال x، مشتق رادیکال x میشه 1 بر 2 رادیکال x، 5 هم که عدد هستش، اینو میذاریم اینجا. عرض کنم که پایینم میشه 2 رو اینجا داریم. مشتق در واقع بذارید هم یه مروری کنیم دیگه، رادیکال u به طور کلی مشتقش میشه چی؟ u پریم به روی 2 رادیکال u، این میشه مشتق رادیکال u. پایین رو مثلا 3x به اضافه 1 رو u در نظر بگیریم، u پریمش میشه چی؟ میشه منهای 3. خب
2 رادیکال یوش هم میشه چی؟ میشه 2 رادیکال 3x به اضافه 1. حالا 1 رو میذاریم ببینیم در واقع به چه نحوی به دست خواهد اومد. الان 1 رو بذاریم تو صورت مقام که x رو به سمت 1 میل میکنه. بالا میشه چی؟ بالا میشه 2 منهای 7 دوم 3 و نیم میشه منهای 1 و نیم. درسته؟ پایین میشه چی؟ 1 رو بذاریم اینجا میشه 2 4 رادیکال 4 میشه 2 3 چهارم میشه عرض کنم خدمتتون که 75 صدم میشه 1 و 25 صدم. 2 منهای 75 صدم میشه 1 و 25 صدم. خب این اگه بخوایم ساده کنیم می‌نویسیم مثلا 150 به 125 ساده شدهش میشه به 25 6 تا به این میشه 5 تا 25 ضرب در 2 میکنیم میشه 12 دهم. یه منفی هم که داره همون منهای 1 و 2 دهم میشه که حساب کتاب این هستش، خیلی نکته خاصی نداره. فرض کردم دیگه بخوایم در واقع هوپیتال هم بگیریم مشتق صورت رو میگیریم مشتق مخرج رو میگیریم عدد رو میذاریم و به راحتی پاسخ رو در میاریم. یه مقدار راحت تر هستش معمولا سوالات این چنینی، ولی اگه بلدم نبودیم در واقع خیلی مهم نیستش، میتونیم به راحتی عامل صفر از کلا از بین بردن عامل صفر کننده تو رفع ابهام اصولی ترین کاری هست که باید انجام میدیم. این کار فرعی هست که درستم هستش. البته سوال بعدی گفته که فرض کنید f(x) برابر با فلان باشد، یک تابع همواره پیوسته باشد، مقدار آ کدام هستش؟ به طور کلی تابع کی پیوسته میشه؟ تو نقاطی که ابهام خیزه. الان نقاطی که ابهام خیز هست کجاست؟ این محدودهایی که به ما داده مرز محدوده ها نقاط ابهام خیز ما خواهد بودش اگه بخوایم بررسی کنیم. محدوده ها رو به این فرم داده، یعنی قد مطلق x منهای 1 کوچکتر از 1 و بزرگتر مساوی 1. این ما باید باش بازی کنیم تا در واقع فرم خود x به دست بیاریم، ببینیم x تو چه بازی خواهد بود. من این اینا رو باش مانور بدم. قد مطلق x منهای 1 کوچکتر از 1 یعنی چی؟ یعنی در حقیقت میشه گفت که x منهای 1 کوچکتر از 1 و بزرگتر از منهای 1 تو این بازه قرار میگیره. طرفین رو به اضافه 2 میکنیم تا x بمونه دیگه، به اضافه 1 میکنیم در واقع به اضافه 1 میکنیم همه طرفو تا x وسط بمونه. x میشه بین 0 تا 2. محدوده بالایی ما میشه در حقیقت x بین 0 تا 2 خواهد بودش. حالا محدوده پایینی، خب قد مطلق x منهای 1 از اون خدایی بزرگتر مساوی 1 هستش. خب دو تا حالت میشه x منهای 1 بزرگتر مساوی 1 و x منهای 1 کوچکتر مساوی منهای 1 خواهد بود. همه رو به اضافه 1 میکنیم تا x وسط بمونه دیگه. پس طبیعتا x میشه بزرگتر مساوی 2 و x میشه کوچکتر مساوی 0 یا مخالف حالت بالایی هم میشه دیگه، فرق نمیکنه. پس اینجا تو قسمت پایینی ما x های بزرگتر مساوی 2 و x های کوچکتر مساوی 0 رو خواهیم داشتش. این میشه محدوده بالا و پایین ما. پس تابع ما همواره پیوسته است، بعد تو نقاط مرزش یعنی 0 و 2 تو در واقع ضابطه بالایی و پایینی بررسی کنیم ببینیم این پیوستگی وجود داره یا نه. اما در مورد خود پیوستگی کی در واقع تابع ما پیوسته خواهد بود؟ موقعی که حد تابع با مقدار تابع تو نقطه برابر باشه. الان نقاطی که قرار بررسی کنیم 0 و 2 ان دیگه، حالا کاری نداریم، ولی به طور کلی اگر حد تابع ما لیمیت f(x) با مقدار خود تابع تو نقطه‌ای که داریم بررسی می‌کنیم مثلا a موقعی حد هم داره سمت a میل می‌کنه، این در واقع برابری وجود داشته باشه، حد تابع با مقدار تابع تو اون نقطه برابر باشه، تابع ما در واقع پیوسته خواهد بود. خب طبیعتا یه پیش‌فرضی هم داره. اون پیش‌فرض چیه؟ تابع تو اون نقطه حد باید داشته باشه که اون حد با مقدار تابع برابر باشه. پس پیش‌فرضش حد داشتنه که حد داشتن تابع هم چی هست؟ در واقع f(x) حد راست و چپش باید موجود و برابر باشه لیمیت f(x). توی این مواقع میگیم که تابع ما حد راست و چپش به سمت آی منفی خواهد بود. خب پس تو نقطه 0 و 2 میایم این دوتا رو بررسی میکنیم. این حالت در واقع این ویژگی پیوستگی رو تو دوتا نقطه‌ای که وجود داره یعنی 0 و 2 بررسی میکنیم. ابتدا تو نقطه x مساوی با 0 بررسی میکنیم ببینیم اون تابع ما پیوسته هست یا نه. میایم چیکار میکنیم؟ میایم در واقع حد تابع رو با مقدار تابع بررسی میکنیم. مقدار تابع تو در واقع کلا تو هم بالایی هم پایینیه، بعد از ضابطه پایینیه به دست بیاریم. چرا؟ چون طبیعتا مساوی تو ضابطه پایینی است، یعنی اینجا و اینجا مساوی قرار داره. پس طبیعتا برای اینکه در واقع مقدار رو به دست بیاریم باید اینجا داشته باشیم. و نکته بعدی هم که خب تابع ضابطه پایینی یک ضابطه در واقع چند جمله‌ای هستش که هیچ گسستی نداره به قول معروف. پس مقدار تابع در واقع با حد راست یا چپش رو بررسی خواهیم کرد. حد چپ تو نقطه 0 و حد راست تو نقطه 2 برابر خواهد بود مقدار تابع اونجا. برعکسش تو نقاط بالا باید بررسی بکنیم.
خب حالا چیکار می‌کنیم؟ بررسی می‌کنیم در واقع برابری حد رو با مقدار تابع تو نقطه 2. تو x مساوی با 0 خود مقدار تابع کجاست؟ در واقع تو ضابط پایینیه. بعد همونطور که عرض کردم باید ضابط پایینیه بررسی کنیم. من f0 رو اگه بخوام به دست بیارم، f0 از قضا چون تابع ما در واقع درجه 2 هستش و یک تابع چند جمله هستش، مقدار حد تابع با مقدار خود تابع برابر هست. پس لیمیت چپ این برابر با لیمیت fx موقعی که x داره به سمت 0 از چپ هم میل میکنه برابره، که برابر میشه با 0 رو من بذارم اونجا، برابر با b خواهد بودش. این میشه حد چپ تابع و مقدارش. حالا حد راست رو باید از ضابطه بالایی به دست بیاریم. حد راست رو از ضابطه بالایی به دست بیاریم باید چیکار کنیم؟ موقعی که جزء صحیح مواجه میشیم تو حدگیری، اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ جزء صحیح رو در واقع تکلیفش رو مشخص کنیم. من الان بخوام لیمیت fx رو موقعی که x داره به سمت 0 از راست حرکت میکنه به دست بیارم، باید اول در واقع از ضابطه بالایی به دست بیارم دیگه. راستش میشه در واقع ضابطه بالاییه. خب 0 رو میذارم تو جزء صحیح، ببینیم مثلا چه عددی به ما خواهد داد. میشه جزء صحیح 0 مثبت، یعنی 0 از راست که برابر با 0 خواهد بود، مثلا میشه 1 دهم فرضاً. جزء صحیح 1 دهم میشه 0. پس حاصل عبارت بالا یا به تعبیری حد عبارت بالا موقعی که داره به سمت 0 از راست میل میکنه برابر با 0 خواهد بودش. این دوتا باید با هم برابر باشن. از این دوتا نتیجه میگیریم که b برابر با 0 خواهد بود. b ما 0 خواهد بودش. حالا تو نقطه x مساوی با 2 بررسی میکنیم. همین کارو میکنیم. حالا f2 این دفعه با حد راست تابع برابر خواهد بود. چرا؟ چون مساوی تو پایینیه هستش و طبیعتا لیمیت راست تابع برابر میشه. لیمیت fx موقعی که x داره به سمت 2 از راست میل میکنه برابر میشه با 2 رو میذارم تو اونجا، b که برابر با 0 شد میشه 4 به اضافه 2a. این میشه حد راست تابع. حالا حد چپش رو از بالایی باید به دست بیاریم. دوباره لیمیت fx موقعی که داره x به سمت 2 از چپ میل میکنه. گفتیم اولین کاری که میکنیم جزء صحیح رو تعیین تکلیف میکنیم. 2 از چپ تو جزء صحیح میشه چی؟ مثلا 1.99. 1.99 جزء صحیحش میشه 1. پس جزء صحیح x برابر با 1 خواهد بود که عملا ما باید چی رو به دست بیاریم؟ لیمیت دیگه به جای جزء صحیح x میذاریم 1، میشه x منهای 1. موقعی که داره x به سمت 2 از چپ میل میکنه که برابر میشه با 2 رو میذاریم اینجا، به راحتی برابر با 1 خواهد شد. این دو تا باید با هم برابر باشن. پس 4 به اضافه 2a برابر باید بشه با 1. در نتیجه 2a برابر میشه با منهای 3. در نتیجه a برابر میشه با منهای 3 دوم. این پاسخ ما برای a خواهد بود که گزینه 1 پاسخ ما هست. و ما به شرط اینکه عرض کردم b صفر باشه و a مساوی با منهای 3 دوم تابع ما همواره پیوسته خواهد بشه. خب شکلش هم اگه بخوایم بکشیم تا در واقع یه مروری کرده باشیم، شکلش اینجوری میشه دیگه. بذارید شکلی بکشیم. تابع ضابط پایینی به این فرم میشه x2 منهای 3 دوم x دیگه بیش هم صفره. ضابط تابع بالایی هم میشه در واقع x منهای 1 در جزء صحیح x خواهد بودش. تو بازه 0 تا 2 هستش. خب اگه بخوایم بکشیم شکلشو، این سهمیه اینجوری میشه. نقطه 0 و 3 دوم اینجا مثلا 1، اینجا 3 دوم باشه، اینجا میشه ریشه هاش. بخوایم اگه بکشیم همین چیزی میشه. تو نقطه 2 هم بذاریم میشه اصلا خودمون 4 منهای 1 میشه 4 منهای 3 در واقع میشه 1 2 1. یه همچین نقطه‌ای به طور کلی سهمیه بذار بکشیم. یه همچین حالتی بین 0 تا 2 رو نخواهیم داشت. ادامهش رو هم اینجا میکشیم. حالا x منهای 1 جزء صحیحش میشه چی؟ جزء صحیحش تو بازه 0 تا 1 که بوده، این تو بازه 0 تا 2 بودش. تو بازه 0 تا 1 جزء صحیح برابر با 0 یعنی اینجا میشه و تو اونم میشه x منهای 1 x که یه دونه اومده پایین‌تر و این بازه میشه. این شکلی که الان وجود داره بذار یه بار دیگه پررنگشو بکشم. این شکل قسمتی از سهمیه، اینم یه خط x منهای 1، اینم یه خط x مساوی با 0 y مساوی با 0 و اینم در واقع ادامه سهمیه که تو اون ور وجود داره. این شکلی خواهد بود که در واقع همواره پیوسته است. اینا نقاطی بودن که پیوستگیشو عملا ما بررسی کردیم تو اینجا. اگه بخوایم شکلش هم بکشیم خیلی راحته برای اینکه تو ذهن در واقع بفهمیم که در واقع چیکار کردیم. سوال بعدی گفته که نمودار تابع fx برابر با فلان دارای مجانب‌های فلان و فلان هستش. f منهای کدام هستش؟ به طور کلی مجانب y مساوی با فلان مجانب افقیشه و x مساوی با فلان x مساوی با فلان به طور کلی میشه مجانب قائمش. این دوتا در واقع مجانب‌های قائم از ریشه های مخرج به دست میان
و این در واقع میشه حاصل حد در واقع بی‌نهایت تابعی که وجود داره. همونطور که تو سوالات قبلی هم اشاره کردم، یک عبارت چند جمله‌ای تو صورت و یک عبارت چند جمله‌ای تو مخرج باشه، حاصل حدش موقعی که داره به سمت بی‌نهایت میل میکنه برابر میشه با ضریب صورت و ضریب مخرجی که وجود داره. پس عرض کنم خدمتتون که ما اگه حد این تابع رو بگیریم موقعی که داره به سمت بی‌نهایت میل میکنه، میشه لیمیت مثبت و منفی بی‌نهایتش هم تو اینجا فرق نمیکنه. چرا؟ چون بزرگترین درجه صورت درجه 2، بزرگترین درجه مخرج هم درجه 2 و چه مثبت بی‌نهایت چه منحی بی‌نهایت به توان 2 برسه مثبت خواهد شد و در واقع تأثیری تو نتیجه ما نخواهد داشتش. پس حد ما موقعی که ایکس به سمت مثبت و منفی بی‌نهایت میل میکنه میشه منهای 2x2 به اضافه 3x. گفتیم سوالات قبلی هم که ax2 به اضافه bx به اضافه c رو هم بنویسیم برابر میشه، اگه درجه صورت و مخرج برابر باشن که اینجا هستن، جفتشون درجه 2 هستن، برابر میشه با ضریب بزرگترین درجه صورت به ضریب بزرگترین درجه مخرج که میشه منهای 2 به a، که این برابر با چیه؟ برابر با همون مجانب افقی هست که یا همون y مساوی منهای 1 هست که وجود داره. این برابر میشه با منهای 1، در نتیجه a برابر میشه با 2. پس a ما 2 خواهد بود. این a رو ما به دست آوردیم 2. خب حالا باید در واقع b و c رو به دست بیاریم تا کل f به دست بیاد و منهای 1 رو درش قرار بدیم. b و c رو چجوری به دست بیاریم؟ گفتیم که این دوتا یعنی 1 و منهای 2 مجانب های قائم ما ریشه های مخرج هستن که اگه بخوایم در نظر بگیریم ما اگر x رو مساوی با 1 رو بذاریم تو مخرج برابر میشه با آمون 2 بذارید آ رو 2 در نظر بگیریم، 2 تا 1 به اضافه b ضرب در 1، من 1 رو گذاشتم تو مخرج چون ریشه مخرج هستش، به اضافه c برابر با 0. ریشه مخرج بودن یعنی اون تو اون نقطه برابر با 0 مخرجی، کلا ریشه هر چیزی بودن برابر با 0 بودن اونه. خب x رو برابر با منهای 2 بذاریم برابر میشه با 2 تا منهای 2 به توان 2 که بذار بنویسیم به اضافه b در منهای 2 به اضافه c برابر با 0. خب این دوتا در واقع از هم خودم 2 مال 2 مجهولن که میتونیم به راحتی پاسخ داشته باشیم. مرتب کنیم بالایی رو میشه b به اضافه c برابر با منهای 2، پایینی رو مرتب کنیم میشه منهای 2b به اضافه c برابر با منهای 8. خب به راحتی بالایی و پایینی کم میکنیم، در نتیجه 3b c با هم دیگه میرم برابر میشه با منهای 2 منهای 8 میشه 6، در نتیجه b برابر با 2 خواهد بودش. این b ما خواهد بودش و عرض کنم خدمتون که c هم برابر میشه با منهای 4 که اینم c ما خواهد شدش. یه بار دیگه من f رو بازنویسی کنم با توجه به این چیزایی که به دست آوردیم. f x برابر میشه با منهای 2x2 به اضافه 3x، مخرج هم برابر میشه با 2x2. a رو به دست آوردیم 2، b رو به دست آوردیم 2، 2x، c رو به دست آوردیم 4 منهای 4 که حاصل برابر میشه با در حاصل رو نمیخواد f منهای 1 رو میخواد اما که برابر میشه با منهای 1 رو میذاریم صورت میشه منهای 2 در 1 به اضافه 3 تا منهای 1. پایین هم که میشه در حقیقت از اون خاطر اینکه 2 تا منهای 1 به توان 2 به اضافه 2 تا منهای 1 منهای 4 که حاصلش برابر میشه با صورت میشه منهای 5، مخرج هم میشه 2 منهای 2 میشن در واقع 0 و منهای 4 که حاصلش برابر میشه با 1 ممیز 25 گزینه 1 پاسخ ما خواهد بودش که به راحتی هرچی تمام‌تر تونستیم به دست بیاریم. عرض کردم فقط تنها چیزی که تو این سوال وجود داشت فهمیدن مفهوم مجانب‌های قائم و مجانب افقی است که یه بار دیگه تکرار میکنم. مجانب قائم در واقع این دوتا حاصل صفر شدن ریشه های مخرج هستن، در واقع حاصل صفر شدن های مخرج هستن. نمونه بارزش تابع هموگرافیک هستش که یه بار بنویسم من y مساوی با ax به اضافه b پایینم cx به اضافه d. نمونه ساده عبارت های این چنینیه. ریشه مخرج مثلا اگه شکلش هم بکشیم تابع هموگرافیک این میشه ریشه مخرج، یه همچین چیزی میشه ریشه مخرج میشه مجانب قائمش، مثلا یه همچین چیزی میشه در واقع ضریب درجه صورت به مخرج که همون در واقع لیمیت به سمت بی‌نهایت میل کردن تابع است که همون آسیوم میشه. این دوتا رو به دست میاریم و در واقع تابع هموگرافیک با توجه به ضریبی که وجود داره میکشیم. اینم یه چیز شبیه همون. حالا شکلش رو بکشیم تو نرم افزار ببینیم به چه نحویه که شکل تابع رو ببینیم یه همچین حالتی هستش که مجانب‌های قائمش میشه ریشه‌های مخرج که x مساوی با 1 و x مساوی با منهای 2 است. این دو خطی که مشاهده می‌کنید خط نارنجی و آبیه
و مجانب افقیش هم میشه در واقع y مساوی با منهای یکی مشاهده میکنید. حاصل حدگیری ما تو بی‌نهایت هستش که اونجا دیدیم و کامل مشاهده کردیم. شکلش این فرمیه اگه بخوایم در نظر بگیریم و ساختارش رو ببینیم. سوال بعدی بهم گفته که f یک تابع مشتق پذیر باشه و gx برابر با f فلان باشه و g پریم p سوم برابر با رادیکال c دوم باشه، مقدار f پریم 2 کدام هستش؟ خب برای اینکه f پریم 2 رو به دست بیاریم، این معمولا جو سوالات پرتکرار همیشگی کنکور هستش که مشتق ترکیب تابع رو به نحوهای گوناگون از ما میخواد. خب تابعی که تو دل تابع ما قرار داره، مثلا اینو f در نظر بگیریم، اینو u میشه اینجوری دیگه. f u رو اگه ما بخوایم در نظر بگیریم به طور کلی، اگه ازش مشتق بگیریم برابر میشه با چی؟ مشتق تابع داخلی، حالا یا اون عبارت داخلی که وجود داره u پریم f پریم u، درسته؟ به این شکل. ما الان f2 رو اگه بخوایم به دست بیاریم یعنی چی؟ یعنی در حقیقت با توجه به این چیزی که الان اینجا نوشتیم f پریم 2 چجوری به دست میاد؟ یعنی ما باید در واقع از این مشتق بگیریم و به جای در واقع اون چیزی که داخل وجود داره 2 قرار بدیم. حالا الان اشاره خواهم کرد. الان من از اون طرف مشتق بگیرم اینجوری میشه g پریم x برابر میشه با اینو اگه گفتم u بگیریم به طور کلی میشه u پریم، یعنی چی؟ یعنی یک رادیکال یک به اضافه تانژانت 2x رو مشتق بگیریم ازش u پریم در f پریم u مون رادیکال یک به اضافه تانژانت 2x این خواهد شدش. خب الان ما چی رو میخواد؟ از ما در واقع f پریم 2 رو میخواد، یعنی یا به عبارتی این چیزی که اینجا وجود داره 2 بشه، این کی 2 میشه؟ کلش 4 بشه، اون چیزی که زیر رادیکال 4 بشه، یا به عبارتی این 3 بشه، یا به عبارتی تانژانت x رادیکال 3 بشه. پس در نتیجه تانژانت x باید بشه رادیکال 3. تانژانت x که میشه رادیکال 3 مساوی با چه زاویه؟ زاویه پی سوم دیگه، زاویه 60 درجه. پس در نتیجه x ما باید اینجا چند بشه؟ باید پی سوم باشه تا f پریم 2 به دست بیاریم. ما می‌خوایم چی رو به دست بیاریم؟ این کل این 2 بشه دیگه. اگر x رو بذاریم در حقیقت پی سوم میشه تانژانت پی سوم که میشه رادیکال 3. رادیکال 3 به توان 2 میشه 3 به اضافه 1 میشه 4. رادیکال 4 میشه 2. پس کل این میشه f پریم 2. پس عملا ما برای اینکه f پریم 2 رو به دست بیاریم باید چیکار کنیم؟ باید به جای این x هم بذاریم در حقیقت پی سوم، یا به تعبیری اینو ببریم تو مخرج اون قرار بدیم، یعنی g پریم پی سوم پایینم 1 به اضافه تانژانت 2x پریمش رادیکالش پریمش اینجوری. خب اینو صورتش رو سوال داده. تنها چیزی که باید به دست بیاریم اینه که در واقع رادیکال 1 به اضافه تانژانت 2x رو ازش مشتق بگیریم. اینو چجوری ازش مشتق میگیریم؟ خب میایم این کار میکنیم. 1 به اضافه تانژانت 2x برابر نیست مگه با 1 به رو کوسینوس 2x. یه سری اتحادهای مهم داشتیم در واقع، همشون نشأت گرفته از این اتحاد سینوس 2x به اضافه کوسینوس 2x برابر با 1 هستن. اگر همه رو تقسیم بر کوسینوس کنیم هر سه طرفی که وجود داره، حاصل ما این خواهد شد. اگر همه رو تقسیم بر سینوس کنیم حاصل ما 1 به اضافه کوتانژانت 2x برابر با 1 به رو سینوس 2 خواهد شد که اینا دو تا اتحاد مهم نشأت گرفته از اون اتحاد معروف مثلثاتی سینوس و کوسینوس 2 برابر با 1 هستن. پس ما این عبارت رو داریم. پس به طور کلی از این می‌خوایم نتیجه بگیریم، میتونیم اینجوری بنویسیم که رادیکال 1 به اضافه تانژانت 2x برابر میشه با چی؟ برابر میشه با رادیکال 1 به روی کوسینوس 2x، یا به تعبیری میشه گفت که این برابر میشه با چی؟ 1 به روی قدر مطلق کوسینوس x. پس عملا ما باید از اینی که اینجا وجود داره مشتق بگیریم. یعنی چی؟ یعنی 1 به روی قدر مطلق کوسینوس x رو ازش مشتق بگیریم که برابر میشه با. خب اینجا در واقع برای اینکه این مشتق رو بگیریم میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم در واقع قدر مطلقه رو برداریم. کلی نباید برداریم ولی در واقع تو اینجا چون داریم تو ناحیه اول بررسی میکنیم و x ما برابر با پی سوم هستش و تو ناحیه اول داریم بررسی میکنیم، عملا میتونیم اینو برداریم و بنویسیم 1 به روی کوسینوس x پریم. اینو چجوری به دست میاریم؟ میتونیم بنویسیم کوسینوس x به توان منهای 1 که برابر میشه با مشتق از این میخوایم بگیریم به طور کلی اینجوری میشه منهای، در واقع از این میخوایم مشتق بگیریم میشه منهای 1 u به توان مشتقش اینجوری میشه دیگه. بذارید اینم یه مروری کنیم. مشتق u به توان n برابر میشه با n u پریم u به توان n منهای 1. اینم باهاش آشنا هستیم. این در واقع مهمترین راهکار مشتقگیری هست که
باهاش آشنا هستیم. خیلی از مشتق‌ها رو میتونیم به این شکل بگیریم. خب الان من یو من اینه، یو به توان منهای 1 اینم n منه، منهای 1 n میشه. منهای 1 به توان یو پریم کوسینوس x در واقع مشتقش چی میشه؟ منهای سینوس x میشه منهای سینوس x در یو به توان n منهای 1 میشه کوسینوس به توان کوسینوس x به توان منهای 2 خواهد بودش. n مون منهای 1 به توان 2 میشه، ازش یه دونه کم میکنیم میشه منهای 2. خب این در واقع میشه در واقع حاصل مشتق ما که اگه بخوام بنویسیم اینجوری میشه. بذار من یه بار اینو بنویسم. f پریم 2 برابر میشه با g پریم p سوم که سوال به ما داده، پایینم که برابر میشه با منها با منها میشه سینوس x به روی کوسینوس 2x. این در واقع حاصل ما میشه که ما میتونیم به جای x هایی که وجود داره p سوم قرار بدیم. به جای این میذارم p سوم و به جای اینم میذارم p سوم که حاصل رو به راحتی میتونیم به دست بیاریم که برابر میشه با g پریم رادیکال 3 رو داره در واقع p سوم داره رادیکال 3 دوم میشه رادیکال 3 دوم، مخرج میشه سینوس در واقع پی سوم برابر میشه با رادیکال 3 دوم و کوسینوس پی سوم هم برابر میشه با 1 دوم به توان 2 میشه 1 چهارم که این با این میره. حاصل حد ما برابر میشه با 1 چهارم میشه گزینه 2. حاصل در واقع f پریم 2 ما که من اشتباه گفتم حد ما که به راحتی تونستیم به دست بیاریم. مهمترین نکته‌ای که در واقع تو این سوال وجود داره همین مشتق ترکیب تعابع است، یا به شکل f o g x میدن یا این شکل میدن f پریم u. به طور کلی فهمیدن این سوال که مشتق ترکیب تابع میشه مشتق داخلی در مشتق خود اون تابع به این شکل. معمولا هم به این فرم دیدین یه چیزی ازمون میخواد به ازای اون چیزی که وجود داره مشتق داخلی یه عدد دیگه خواهد شد، یعنی ما به x رو در واقع یه چیز دیگه گذاشتیم، یعنی p سوم گذاشتیم که این f پریم 2 به دست با این بازی میکنن. خیلی نکته خاص و پیچیده من فقط اینم اشاره کنم دیگه. اگه مثلا می‌خواستیم مشتق اینم بگیریم میتونستیم از این راه هم نریم، از خود همینم مشتق بگیریم، از همون یو به توان n معروفی که وجود داره. بذار یه مشتقمون هم بگیریم که یه مروری بشه. مثلا فرض کنید اگه قرار بود از رادیکال 1 به اضافه تانژان 2x مشتق بگیریم به این فرم شد. من همون یو به توان n رو ازش استفاده میکنم دیگه. برابر میشه با چی؟ این کلش بذار اینجوری بنویسم 1 به اضافه تانژانت 2x به توان 1 دوم. رادیکال نمیشم 1 دوم، ازش مشتق میخوام بگیرم. یومون اینه در واقع n مون هم این هستش، برابر میشه با n 1 دوم یو پریم 1 به اضافه تانژانت 2 رو اگه بخوام ازش مشتق بگیرم میشه، حالا اینو در موردش توضیح میدم، 1 به اضافه تانژانت 2x پریم و یو به توان n منهای 1. یو به توان یومون در واقع 1 به اضافه تانژانت 2x هستش، 1 دوم منهای 1 میشه منهای 1 دوم. حالا بعد مشتق گرفتن از این رو در نظر بگیریم که مشتق ازش بگیریم میشه چیه؟ میشه 1 که هیچی میشه 0 مشتقش میشه 2 تا تانژانت x. خود تانژانت 2x رو هم اگه به فرم یو به توان n در نظر بگیریم، هر چیزی رو نمیدونستیم اگه به فرم یو به توان n در نظر بگیریم میتونیم پاسخ رو داشته باشیم. اینو در واقع یو میگیریم به فرم یو به توان n مینویسیم. n مون میشه 2 میشه 2 یو پریم مشتق تانژانت x هم برابر میشه با 1 به اضافه تانژانت 2x. خب در تانژانت x در یو به توان n منهای 1 یومون 1 2 بود که ازش یومون تانژانت x که توانمون n 2 بود که ازش یه کم بشه میشه تانژانت x. این رو میتونیم به جای این قرار بدیم. کل حاصل عبارت بالا اینجوری میشه. اینو اگه بخوایم در واقع ادامهش اینجا بنویسیم 2 با 2 میره میشه 1 به اضافه تانژانت 2x در تانژانت x پایینم که در واقع رادیکال 1 به اضافه تانژانت 2x هستش. این در واقع هم حاصل حد ما خواهد شد اگه بخوایم در واقع بنویسیم. ببین اینو ساده کنی دوباره اون بالایی میرسیم دیگه. این در واقع با این یکیش میره که در واقع بخوایم بنویسیم برابر میشه با تانژانت x به روی کوسینوس x که این برابر میشه با همین دیگه، برابر با همین عبارت هستش. بخوایم حساب کنیم تانژانت رو بنویسیم سینوس به کوسینوس، همون سینوس به کوسینوس 2 رو به ما خواهد داد. خیلی فرق نمیکنه اگه به این شکل هم مینوشیم. معمولا اتحاد مثلثاتی بهمون کمک میکنه تا راحت تر مسیر رو طی کنیم و این اگه نمیدونستیم هم خیلی نکته خاصی نداشت، خودمون رو دست و پاگیر دونستن یا ندونستن ها نکنیم. سوال بعدی بود که آهنگ متوسط تغییر تابع فلان در بازی 5 تا 6 برابر با آهنگ تغییر لحظه‌ای این تابع با کدام مقدار هستش. به طور کلی این سوال جزو سوالات پرتکرار دیگه، یا معمولا میگن که در واقع آهنگ تغییر متوسط
در بازه فلان اینقدر، آهنگ تغییر لحظه‌ای در نقطه فلان اینقدر، تفاوتاشو به دست بیارید. یا مثلا به این فرم میدن دیگه، این فرمی که الان سوال هستش، میگن آهنگ تغییر متوسط در بازه فلان در بازه فلان این مقدار هستش، با آهنگ تغییر لحظه‌ای با کدام در واقع لحظه تو این بازه برابر هستش. یا سوالا به این در واقع دو فرم هستش دیگه، فرقی نمیکنه. مهم اینه که بتونیم آهنگ لحظه‌ای چیه، آهنگ متوسط چیه، و این خیلی نکته خاص و پیچیده‌ای نداره. خب آهنگ تغییر متوسط به طور کلی اگه بخوایم در نظر بگیریم تو فیزیک و ریاضی کلا همه جا برابر میشه با چی؟ برابر میشه با الان تو نقطه 6 میخوایم به دست بیاریم همون شیبی که باهاش آشنا هستیم تو نقطه 6 تا 5 F5 به روی بازه‌ای که وجود داره 6 منهای 5. تفاوت y به تفاوت x همون حالت شیبی که باهاش آشنا هستیم عرض کردم. خب الان F6 رو بذارم اونجا میشه چی؟ عرض کنم خدمتتون که 21 منهای 36 میشه منهای 15 به اضافه 6 4 تا 24 منهای 15 میشه 9. رادیکال 9 هم میشه 3. خب F5 چی میشه؟ میشه در واقع 21 منهای 25 میشه 4 منهای 4 در واقع 4 5 20 تا میشه 16. رادیکال 16 میشه عرض کنم خدمتتون که 4 میشه 4 و پایینم که 6 منهای 1 هست که میشه 1. کلا حاصلش برابر میشه با منهای 1. این در واقع میشه آهنگ تغییر متوسط تو بازه 5 تا 6. آهنگ تغییر لحظه‌ای هم باید ازش مشتق بگیریم. آهنگ تغییر لحظه‌ای به طور کلی باید از تابع مشتق بگیریم و مشتق رو برابر با اون قرار بدیم دیگه. الان اینجا مقدار برابری رو خواسته با کدام مقدار برابر هستش. خب ازش بخوایم مشتق بگیریم میشه f پریم x برابر میشه با دوباره از همون u به توان n به دست میاریم. من این رو مرتبش بنویسم اینجوری میشه رادیکال بذار رادیکال ننویسم اینجوری بنویسم منهای x 2 به اضافه 4x به اضافه 21 به توان در واقع منهای 1. یا میتونستیم رادیکال یو بنویسیم که میتونه راحت تر باشه. بذار چون رادیکال یو پرجاشی در واقع 2 هستش بنویسیم بهتره. اینو بنویسیم اینجوری رادیکال یو مشتقش به طور کلی سوالات قبلا اشاره کردم میشه یو پریم به 2 رادیکال یو. خب الان من میخوام مشتق بگیرم برابر میشه با چی؟ برابر میشه با یو پریم. یو مون اینه مشتق میشه منهای 2x به اضافه 4 به روی 2 رادیکال یو. یو مون هم که در واقع همون منهای x2 به اضافه 4x به اضافه 21 هستش به این شکل. این میشه در واقع مشتق. ما که ساده ترش بنویسیم اینجوری میشه برابر میشه با 2 با هم دیگه میرن میشه منهای x به اضافه 2 پایینم که در واقع رادیکال منهای x2 به اضافه 4x به اضافه 21 هستش. خب این دوتا باید با هم برابر باشن. تغییر لحظه‌ای با تغییر متوسط تو کدوم نقطه باید با هم برابر باشن؟ پس این دوتا رو باید برابر قرار بدیم. برای اینکه اینو حل کنیم ادامهش من میام پایین می‌نویسم. یه معادله است خیلی راحت میتونیم ادامهش رو بنویسیم. میشه منهای x به اضافه 2 برابر میشه با کل این عبارت باید با هم برابر باشه. من منها رو ضرب در این میکنم میشه به اضافه این هم میشه منها اونورم میشه رادیکال منهای x2 به اضافه 4x به اضافه 21. خب برای اینکه معادله حل کنیم طرفین به توان 2 میرسیم در نتیجه x2 منهای 4x به اضافه 4 اونورم برابر میشه با منهای x2 به اضافه 4x به اضافه 21. خب اینو مرتبش میکنیم همه رو میاریم یه طرف 2x2 منهای 8x 21 هم میاریم بر میشه منهای 17. آره دیگه 21 از 4 کم کنیم میشه منهای 17 برابر با 3. خب اینم حل کنیم اعداد خوبی ما نمیده باید در واقع از دلتا حل کنیم. دلتاش میشه به 264 منهای 8 تا به اضافه در واقع به اضافه 8 تا 17 4 تا 8 تا 8 تا 17 8 تا 17. خب بذارید 17 و 8 رو هم جمع کنیم بعد ضرب در 8 و 17 و 8 میشه 25 ضرب در 8 میشه 200. دلتاش میشه 200. عبارت ما اینجوری میشه x برابر میشه با 8 مثبت منفی رادیکال 200 تقسیم بر 4. خب رادیکال 200 هم میتونیم بنویسیم 100 ضرب در 2 که برابر میشه با 2 مثبت منفی 5 رادیکال 2 دوم. این عبارت ما میشه که طبیعتاً 2 منهای 5 رادیکال 2 دوم منفی میشه
که پاسخ ما نمیشه چون لحظه رو از ما خواسته دیگه. درست ساین تغییر متصل تابع در بازه فلان با کدام مقدار برابر هستش. خب طبیعتا 2 به اضافه رادیکال 5 رو باید در نظر بگیریم. این میشه در واقع پاسخ مد نظر ما. نکته عرض کردم خاصی نداره، باید آهنگ تغییر متوسط تغییر لحظه‌ای رو بلد باشیم. تغییر متوسط به طور کلی تو هر جا عرض کردم چه ریاضی فیزیک هر جای دیگه بخوایم بررسی کنیم برابر میشه با همون حکم شیب رو داره دیگه. تفاوت ایگرگ هاشون به تفاوت ایکس هاشون که خیلی راحت به دست میاد. آهنگ تغییر متوسط هم که بعد ازش مشتق بگیریم، مشتق گرفتن هم بلد هستیم دیگه. رادیکالی باشه اینجوری به دست بلدم نبودیم همین فرم یو به توانه می‌نویسیم و مشتق رو در واقع در نظر میگیریم. سوال بعدی گفتی که خط مماس بر منحنی تابع فلان در نقطه x مساوی 4 واقع بر آن محور ایگرگ ها را با کدام عرض قطع می‌کند. یعنی باید چیکار کنیم؟ اما چی رو خواسته؟ گفته تقاطع خط مماس بر این منحنی رو که تو نقطه فلان گفته محور ایگرگ ها رو با کدام نقطه قطع کنیم. یعنی این دو تا رو باید با هم دیگه طلاقی بدیم. پس ما باید اول چی رو به دست بیاریم؟ خط مماس بر منحنی تو نقطه x مساوی با 4 رو به دست بیاریم. خط هم به طور کلی بخوایم به دست بیاریم به این فرم به دست میاد دیگه. کلا رابطه خط برابر میشه با ایگرگ منهای بتا. یا دو تا نقطه ازش داریم یا یک نقطه و شیب رو ازش داریم. اگر یک نقطه و شیب رو مثل این سوال ازش داشتیم به این فرم به دست میاد. ایگرگ منهای بتا نقطه‌ای که داریم ازش مثلا اگر m باشه به معادل به مختصات آلفا و بتا و شیبی که ازش داریم مثلا a باشه برابر میشه با a یا حالا m فرق نمیکنه x منهای آلفا. ما اون نقطه مد نظر رو داریم. چرا؟ چون گفته خط مماس بر منحنی فلان تو نقطه این. پس ما میتونیم m رو به دست بیاریم. m در واقع xش آلفاش 4 ایگرگش رو باید 4 رو بذاریم تو f4 به دست بیاریم. این برابر با 4 اینم برابر با f4 f4 برابر میشه با 4 رو بذارم اونجا برابر میشه با 5 4 تا 20 تا منهای 4 میشه از کنم خدمتتون که 16 و پایینم رادیکال 4 میشه 2 16 تقسیم بر 2 میشه 8 و 4 و 8 میشه نقطه مد نظر ما. اما شیبش چجوری میشه؟ خب طبیعتا باید از این تابع مشتق بگیریم و x رو به جاش 4 قرار بدیم یا به تعبیری a برابر میشه با f پریم 4. ما از این تابع باید مشتق بگیریم. مشتقش رو چجوری میگیریم؟ مشتق در واقع توابع کسری به این فرم دست بگیریم. مروری همونو بکنیم که اگه یک تابعی داشته باشیم میشه f g مشتق ازش بگیریم برابر میشه با مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت به روی مخرج به توان 2 که میتونیم از این در واقع راهکار کمک بگیریم تا مشتق تابع fx رو به دست بیاریم. تابع fx این f g که نوشتم منظور f و g نیست، هر تابع کسری که وجود داره بالا مثلا یه f باشه پایینم یه g باشه. خب مشتقش اگه بخوایم بگیریم بذاریم بالا بنویسم مشتق f پریم x برابر میشه با مشتق صورت در مخرج 5 در رادیکال x که مخرجه منهای مشتق مخرج که گفتم مشتق توابع در واقع رادیکالی میشه یو پریم به 2 رادیکال یو. یو مون در واقع x که میشه 1 به روی 2 رادیکال x در صورت که 5x منهای 4 هستش. مخرجم به توان 2 که برابر میشه با x رادیکال x به توان 2 که میشه x. خب در نتیجه f پریم 4 اگه بخوایم به دست بیاریم میشه از کنم خدمتتون که بالا میشه 16 این میشه در واقع 16 اینم که میشه 4 کلا میشه 4 5 دوتا میشه 10 بالا میشه کلا 6 در نتیجه f پریم 4 برابر میشه و بالا میشه 6 پایینم میشه 4 میشه 6 4 یا 3 دوم. خب ما الان شیب رو داریم اینه یک نقطه رو داریم که اینه و به راحتی میتونیم معادله خط رو بنویسیم که برابر میشه با ایگرگ منهای 8 برابر با 6 چهارم x منهای 4 که ساده ترش کنیم میشه ایگرگ منهای 8 برابر با 3 دوم x منهای 6. خب میبریم اون بر ایگرگ برابر میشه با 3 دوم x 8 رو ببریم اون بر باش جمع کنیم میشه به اضافه 2. خب محور ایگرگ ها رو قطع کردن همون عرض از مبدأ دیگه در واقع همین دویی است که وجود داره. یا اگه نمیدونستیم همون x رو صفر میذاریم همون ایگرگ 2 رو به ما میده که گزینه 3 پاسخ ما خواهد بودش که به راحتی هر چه تونستیم به دست بیاریم. سوال خیلی سوال راحتیه. فقط باید در نظر بگیریم که میگیم خط مماس با محور فلان قطع کند یعنی باید معادلش رو بنویسیم. پس عملا ما باید خط مماس رو داشته باشیم که محور ایگرگ ها رو باش قطع بدیم یا به تعبیری معادلش رو بنویسیم. خط مماس هم به دست آوردن یعنی در واقع یک نقطه ازش داشته باشیم که اون نقطه تو خود خط مماس بر منحنی خطی بر منحنی مماس میشه. دو تا ویژگی به ما میده. یکی اون نقطه که مماس شده
تو خود تابه و اون خطه صدق میکنه. این تو خیلی از سوالا به گونه‌های مختلف میشه ازش استفاده کرد. یکی اینکه شیب در واقع اون خطی که وجود داره با شیب تابه تو اون نقطه یا به قول معروف مشتق تابه تو اون نقطه برابر هستش. این نکته‌ای هست که تو اینجا وجود داره و بعد ازش بهره میگرفتیم. سوال بعدی گفته که اگر تانژانت یک، تانژانت آلفا و تانژانت بتا برابر ریشه‌های معادله فلان باشد، تانژانت آلفا به اضافه بتا کدام هستش؟ به طور کلی یک معادله درجه 2 داده به ما که فرمش اینجوریه دیگه. من اگه بخوام بنویسم اینو میخوام به فرم x2 منهای sx به اضافه p در بیارم که p میشه ضرب ریشه، s میشه جمع ریشه، به شرط اینکه منهای sx اگه در نظر بگیریم. من اگه بخوام به این فرم در بیارم یه شابلون بذارمش و اینجوری بنویسم میشه x2 منهای 3 دوم x منهای 1 دوم برابر با 0. این در واقع معادله‌ای که به ما داده رو من به این فرم نوشتم x2 منهای sx به اضافه p که ازش چی استفاده کنم؟ این بشه جمع ضرب ریشه، این منهای 3 دوم میشه جمع ریشه. پس از این میام این استفاده رو میکنم. این دو تا اگه ریشه هاش باشن تانژانت آلفا در تانژانت بتا برابر میشه با منهای 1 دوم. تانژانت آلفا به اضافه تانژانت بتا برابر میشه با منهای 3 دوم. اینو از این معادله تونستیم به دست بیاریم. حالا سوال از ما چی رو میخواد؟ بوده تانژانت آلفا به اضافه بتا چی میشه؟ تانژانت آلفا به اضافه بتا هم به طور کلی تانژانت دو تا زاویه اگه با هم دیگه جمع بشه به این فرم میشه. اینو در واقع کلا داشته باشیم بعد نیست. میشه تانژانت آلفا به اضافه تانژانت بتا، پایین میشه 1 منهای تانژانت آلفا تانژانت بتا. حالا اینو کلا هم بگم که اگر این بینش در واقع جمع باشه این جمع میشه این منها، و اگه منها باشه این منها میشه این مثبت میشه این جمع میشه. حالا ما با بالایی کار داریم، در واقع اون چیزی که اول نوشتم. خب حاصلش برابر میشه، اما اینو حاصل دیگه بذار یه بار دیگه بنویسم. تانژانت آلفا به اضافه بتا برابر میشه با جمع تانژانت آلفا و بتا که دیگه اینجا به دست آوریم منهای 3 دوم و پایین هم میشه 1 منهای ضربشون که تو اینجا به دست آوردیم منهای 1 دوم میشه منهای 1 دوم که حاصل برابر میشه بالا میشه منهای 3 دوم، پایین هم میشه 1 به اضافه 1 دوم که میشه 3 دوم که حاصل برابر میشه با منهای 1. گزینه 4 پاسخ ما خواهد بود که به راحتی هرچی تمام‌تر نوشتیم. یه مقدار با تانژانت در واقع تانژانت و اینا بازی کرده ولی اصل داستان همینی هست که اینجا نوشتیم دیگه. این فرم کلی درجه 2 رو داشته باشیم میتونیم خیلی سوالات مبتنی بر ریشه های معادله‌ای که وجود داره، میگه ضرب ریشه فلانه جمع ریشه فلانه، تو سوالات کنکورای گوناگون معمولا خیلی مورد استفاده قرار میگیره، میتونیم ازش بهره بگیریم و استفاده کافی رو ازش داشته باشیم. این هم سوال پایانی این بخش بود، بخش اول کنکور سراسری 99 داخل کشور، و بخش بعدی هم در واقع در ادامه خواهم گذاشت. منتظر بخش بعدی هم باشید. ممنونم از نگاهتون.